اوکی. با سلام و درود، خوش اومدید به شب سوم بفرمایید چون با یوتیوبرها. دوستان فراموش نکنید ساب کنید چون داریم 100K میشیم و 100K بشیم یه ویدیو خیلی خفن داریم. هفته گذشته ما مهمون پریسا بودیم. پریسا با آشپزی خوبی که داشت تونست حس چشایی رو به مهمون. اگر ندیدین هفته پیشو با ریاکت من توی کانال یوتیوب گذاشتم، میتونید برید نگاه بکنید. 2 ساعت خورده شد و عجب شب سوپری بود. حتی چند تا ریلز هم ازش در آوردم و خود پریسا استوری کرد و لایک کرد و نام کرد دیگه. اصلا میگم ریاکت جوی بوی ریاکت درستیه. اونای ما بازگرداند و بچه ها تونستن یه شب سیر برن خونه. پریسا با 8 حسام، 8 مهدیس و 9 مهشاد تونست با 25 امتیاز فعلا برنده بازی باشه. میشم خیلی خسته شدم. از چیزی که فکر میکردم پاهم بیشتر درد گرفت چون 5 دقیقه سر جمع نشستم. راجع به دیشب بگم، دیشب خیلی خوب بود. اصلا هیچ ایرادی نمیتونم بگیرم. خیلی باز حسامو اذیت کردیم، تارگت بعدی رو تیکی زدیم، تو همون گروه هست، گروه امتیازی با دخترا زدیم. از دیشب بخوام بگم خیلی همه چی خوب بود، خوش گذشت واقعا. دیشب من که الان خواب بودم، بچه‌ها اومدن واقعا. دیشب کلی کار چه سوال دارم، حسام حتی چیم توی اون شب قبلم از خواب بیدارش کرده بودن که ازش نظر بگیرن، اینجام خوابش میاد، چقدر میخوابه. بعد من توی دیشب میام هفته پیش گفتم آقا عکس لباس حسام تنبل بود، خیلی شبیشه، همیشه خسته است، بی انرژی، حوصله نداره، حرف نمیزنه. کردی خسته شدی؟ یعنی خیلی فکر کردم تا یادم بیاد دیشب چی شد، انقدر خسته شدم واقعا 15 ساعت خوابیدم فکر کنم. ولی انقدر بهم خوش گذشت، گذر زمان رو جدی احساس نکردم واقعا. غذاهام خیلی خوشمزه بود، خدایی پریسا سنگ تموم گذاشته بود. ذات خوبی داره، یعنی انرژی خوبی بهت منتقل میکنه. حسام خواب مجموعاً واقعا دیشب خوب بود. دیشب خیلی خوب بود، عالی بود. پریسا خیلی زحمت کشیده بود، دمش گرم. ان که بتونم امشب جبران کنم برای همشون. اگه فقط مهدیس 1.5 ساعت دیر نمیومد، موری زد. هممون برنامه‌مون بهتر انجام میشه، یعنی سر ساعت تر میشد. که دلایلی هم که مثلا دیشب خیلی دیر رسیدم، من خیلی درگیر خرید بودم. بعد عجیب نمیدونم چرا اینقدر تهران شلوغه، با اینکه شنبه است من نمیفهمم چرا ملت بیرونن. دلیلش اینه که روز کاریه. پیش غذا مثلا بخوام واقعا بگم خوب بود، غذا اصلی خیلی خوب بود. بهترین پوینت چیز دیشب غذا اصلیش بود. دیشب بچه‌ها احساس میکنم زیر 8 ندادم. حسمه ها، نمیدونم. نمیخوام اینجوری بگم که مثلا اون ایرادای آشپزی رو بخوام مثلا در نظر نگیرم. یه سری ایرادات خیلی ریز هر کدوم از مثلا از غذاهاش داشت، هم پیش غذا هم غذای اصلی هم دسر، ولی در کل همه چی عالی بود. به نظرم نمره اوکی دادم به پریسا. من به پریسا 9 دادم، به نظرم نمره خوبی بود چون هم غذاهاش خوشمزه بود، هم همه چی عالی بود، پذیراییش خوب بود. فقط مثلا چورستش یکم ماقبل تاریخی بود دیگه. مثلا خب غذاها ماقبل مثل تاریخ انسانا احتمالاً تکامل دارن. مثلا شاید 100 سال پیش تو آبگوشت ما چیزی به اسم رب نداشتیم فکر کنم. مثلا گوجه زیاد نبوده. مثلا فقط نخود لوبیا و 4 تا گوشت و این چیزا بود. حسام این تاثیر این بود که وقتی یه پسر رو از خواب بیدار بکنی ازش حرف بخوای بکشه اینطوری حرف میزنه. این واقعا حسامه. واقعا رو مخ. چرا رو مخ؟ دیشب خیلی معذب بود. چیزا بود. حسام واقعا رو مخ. حسام عشقه. دیشب خیلی معذب بود. کنن یه گوشه بود واسه خودش، تو دنیای خودش داشت سیر می‌کرد، انگار اصلا ما اینجا نبودیم، انگار اصلا اون اینجا نیست. نمیدونم داشت با خودش تمرین می‌کرد که مثلا فکر کنه مثل ما دختره، یه ذره خودش رو بتونه وقف بده با ما. چون شما نمیذاشتید بنده خدا حرف بزنه. چروس حسام هم دزدیدین. بعد شاکی هستین ازش؟ عجب آدمایی هستین. نمره‌ای که دیشب به پریسا دادم واقعا به نظرم نمره خوبی بود، عادلانه بود. شاید 1% مهدیس یا مهشاد، نمیدونم چرا همشون هم با مه شروع میشن. آفرین منم قاطی میکنم. آفرین. ماشاءالله اسمشون یکم میخوام تگشون بکنم تو پست اینستاگرام، مینویسم مه ام ای، بعد فکر میکنم ه بود، اس و اچ بود، چی بود. تنها کسی که راحت اسمش میاد تو ذهنم پیکسیه. هم شباهت داره. گفتم شاید مثلا یک معجزه آشپزی رخ بده، با اختلاف تمام آیتم هاشون خوشمزه باشه، اصلا در مخیله من نگنجه و یه 9-10 بخوایم به دوستان بدیم. حقی رو ما باطل نکنیم چون دوست ندارم واقعا حق کسی رو در این برنامه بخورم.
چه حسی دارم امشب میزبانم خیلی خوشحالم، یعنی یه کار میخوام بکنم همه بچه‌ها معمولاً خیلی همه خوش بگذره، استرس هم دارن. واقعا از غذایی که قرار براشون بپزم واقعا لذت دارم. من سرگرمی خیلی هیجان انگیزی هم در نظر دارم، مخصوصا با حسام، مخصوصا که حالا در ای. جلوتر بهش میپردازیم. جان. یه توضیحی هم بدم واسه اینکه چون فکر کنم بچه‌ها بدونن اینجا خونه من آشپزخونه نیست. شبیه پریساست. من تو خونه 3 تا گربه دارم و یه میشا دارم که اکثر کامیونیتی و گربه، بچه‌ها وای. میدونن. گفتم یه ذره داستان میشه اونجا که لیلی و شادو وحشتناک شیطونن، یعنی یک بوی غذا بفهمن در لیلی که در اتاقا رو با میکنه، برای همین یه ذره داستان شد. من که دوست داشتم سگ و گربه های مهدیس رو میدیدم، 100 اما برابر. بریم دیگه خیلی کم بیشتر. کم سراغ منو. خب مهدیس میخواد از غذای قرمه اصلی سبزی شروع کنه. مامانپز. ببین همه با قرمه سبزی آشنا هستیم ولی مامانپزش پوینت ویژشه. پس می‌نویسیم قرمه سبزی مامان. اگه بچه‌ها نمیدونن، اونایی که تازه اومدن، من همیشه هر کسی میخواد هر غذایی درست بکنه سرچ میکنم ما انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم از کسی که میخواد غذا رو درست بکنه. مامانپز که قطعا اینطوری نیستش. مامانپز قطعا اینطوریه و اینطوری. وای خارشون. نوع شبم داریم ریاکت میریم درشونو. کنه غذای اصلیش هم قرمه سبزی مامان پزه. قرمه سبزی قاط کرد کرم قاط کرد بابا دهنتونو. حاجی قاط کرد. آی خدا. خب من چی کار کنم الان چی کار کنم؟ من چه گویی بخورم؟ الان؟ ایوه درست شد. قرمه سبزی مامان پز. اگه مامانشون بپزه که ما میخوریم. امیدوارم واقعا مثل قرمه سبزی امیر فانتوم نباشه اون که خوب بود. که مامانش درست کنه. امیر فانتوم گرم کرد، فقط زحمت واقعاً؟ گرم کردن کشید. قراره بریم سراغ اول من قرمه ندیده سبزی، بودم. به خاطر اینکه قرمه سبزی باید بار بشه، چون پیش غذام تقریبا حاجی به محشی بود یه محصول نمیدونم، بهش قشنگ میاد از اون خانوم خونه دارا باشه که دستش به غذا میره، یه جوری چرب و چری درست میکنه، ته شب باید یه سرکه بدی بالا از اینکه فشار خونه نزنه به گات بده. یعنی مشخص اونطوریه، میتونی بفهمی اون وایبو میده. اینا کیفیت درست. که دسرم هم که همون موقع که مهمونا میان باید سرو بشه. ببین خدا رو شکر غذا یه جوری هست من میتونم بخورم ازش، فقط مثلا گوشت مرغش شاید نخورم. بابا بسته شد دیگه آقا. همه چیش پخته باشه کاملا. حسام خدای بد غذاست. احتمالاً خیلی خودش بد می‌دونه دیگه. غذاه. نوشته مامان پز. اینی که همه چیش پخته بشه که بیسیک آشپزیه. یه طرفاً بلدم واسه موقعی که مثلا نتونست لوبیا رو خیس کنید یهو تصمیم گرفت و اینا. حالا من چون داشتم حالا فعلا اینجا جمع جور آقا حتما توصیه میکنم پسرایی که میخوان قرمه سبزی درست بکنن که هیچ وقت این کار نمیکنن، لوبیا رو یه روز بذاره خیس بخوره، 2 ساعت هم خیس بخوره، یه جوری گوزت میزنه بیرون، اینطوری یه جوری چوس میدی بیرون. نه تنها اهالی خونه، اهالی منطقه بگا میرن. پسرام که پتانسیل فوق العاده تو چست و گوز دارن، برای همین یه توصیه من، یه روز بذار آب بخوره، 1 ساعت 2 ساعت هم نه، یه روز. میکردم، گفتم بذار خیس بخوره. الان میخوام آب کشش کنم، دوباره این خاک و کولاشو بگیرم بذارمش آب جوش، یه دور که جوش اومد کامل، موقعی که در حال قول خوردن دوباره آب کشش میکنم، دوباره آب جدید استفاده میکنم و میذارم بپزه. این هم باعث میشه سریعتر بپزه، همین که نفخش کاملا گرفته میشه. یعنی مامانش درست نفخ. کرده که مامان پزه؟ یکی لیمونادو یا ندزده. منظورش از نظر جا افتادگیه که در حد مامانا حاجی چه کافه های چوسی قرمه پیدا سبزی رو میکنن ها. نه به ته نظر مهشاد راجع به غذا همینه. به من خب کلا آدم واقعا گیمریم. من از موقعی که یادم واقعا چشم به جهان گشودم گیم میزدم، اونم به خاطری که به خاطر داداشم منو قشنگ گیمر بار آورد. ایول عجب برادر موقعی خوبی. که فکر کنم تو اینستا داشتم توی اکسپلور میگشتم، نمیدونم دقیقا یادم نمیاد پست کی بود، دیدم که تصویر خودش بالاست، تصویر خودش مثلا گیمیه که داره میزنه، گفتم واو چقدر جالب. و رفتم بیشتر گشتم ببینم که مثلا کانتنت کریتور دختر چی داریم، چه جوریان و اینا. دیدم داریم ولی خیلی کمن.
بعد منم اینجوری بودم که منم یه ذره بچه پر رو، چه کاریه، منم اگه بتونم این کار بکنم که خیلی خوبه، گیمم هم خوبه. این اسم آیریس از کجا میاد؟ حالا چرا اصلا اسم آیریس رو انتخاب کردم؟ آیریس توی زبان یونانی، یعنی توی تاریخ یونانی، الهه رنگین کمان و پیام رسانه. اینه که الهه‌ای که رنگین کمان رو توی آسمون درست می‌کنه و پیام رسان. گفتم خب مهدیس آیریس به هم میخونه و منم میتونم پیام رسان این باشم که دختران میتونن گیمرای بسیار خوبی باشن. برای همین اسمو انتخاب کردم و وارد این عرصه شدم و تا اینجام که واقعا خیلی داره بهم حال میده. خواست بگی موفق بودم نگفت. آب اینم گرفته. من قرمه سبزی راستیتش شور باشه، شور که نه، مثلا یه ذره ملس‌طور باشه دوست دارم. ملس هم نه، چی دارم میگم؟ ملس؟ همه تو این سشن قرمه سبزی مگه ملسه؟ اون فسنجونه. وات؟ بینه حسام جان چی داری میگی؟ قشنگ جا افتاده باشه قرمه سبزیش. تمام نکات ریز سبزیشو ازش میپرسم موقع شام که بفهمم خودش درست کرده یا نه. بیشتر کانتنت هم توی اینستامه، یعنی توی کیک و تویچ که استریم می‌کردم، ولی بیشتر کانتنت هم توی اینستا میذارم که یه مدت هم به میاو میاو آره من دیدم. آره به این گربه‌های خیانتکار میرفتم، واقعا هم جالب بود. اونو دیده بودم من. اینم بذاریم. قرمه سبزی باید قرمه سبزی باشه. محشا تو رو خدا نظر بده. راست من قطعاً به چالش میکشمش سر سرو قرمه سبزی تا بکشم از زبونش بیرون ببینم خودش درست کرده یا نه. هر موقع دوربین میره رو حسام کمتر از 5 ثانیه میذارن صحبت بکنه چون حرفاش هیچ مفهومی نداره. قرمه سبزی باشه، قرمه سبزی شور نباشه، ملس باشه. یعنی چی آخه حسام دهنت؟ آقا چرا این حسام از خواب بلند میکنین حرف بزنه؟ بذارین 2 ساعت بگذره. اوه بچه ها ویدیو 1 ساعت و 18 دقیقه است. چقدر قرار تبلیغات ببینیم؟ یعنی من برای تبلیغاتم ذوق دارم. تو اگه منو میخواستی چه روی یه بکشم از زبونش بیرون ببینم خودش درست کرده یا نه. چه سخت حاجی ناخونای مهدیسه چه عجیبه. تا حالا این رنگی ندیده بودم. حس میکنم انگار دستشو هر بار دارم میبینم حس میکنم خون داره میاد از ناخونش. حس میکنم این یه رنگه عجیبه. چقدر دیایی پیش روی یه خانوم گیمره. اون دختر رو چه به گیم، برو آشپزخونه غذاتو درست کن. کسشر. برو غذاتو درست کن و دختر بچه چرا این کارو میکنی و فلان و بهونه. منم بچه پرو گفتم چی میگی، بیا تک به تک. جوابم همین بود. بیا کاستوم تک به تک ببینم چی میگه. تک به تک. واقعا هم توش موفق بودم و اینجوری بهتون بگم سام صابری و من توی ایونت مورتال 4 دست بردمش دسته شکون. نمونه اول. پشمام. آقای سام صابری تایید میکنی؟ عجب. سامو تو مورتال کاری کنی ببازه و دسته بشکونه. سام جان فشار نخور. نظر من حتی خانوما نیازی هم ندارن که خودشون رو اثبات کنن برای این کار. هدفی که کلا از اول توی استریمینگ داشتم که واقعا پرچم دخترها رو توی بحث گیم ببرم بالا، واقعا موفق بودم و مشکل دیگه خدا رو شکر از نظر چیزای دیگه نداشتم. منتظر امشب چشام داشت میسوخت. امیدوارم که سربلند شه این شخصیت. حالا از برنامه‌ام حسام خارق العاده است. امشب سربلند شه این شخصیت. انگار مثلا شخصیت تاریخیه، مثلا فیلسوفه، میخواد بیاد مثلا سخنرانی فوق العاده انجام بده، فوق العاده امنیتی. سربلند شه این شخصیت. بگم واسه یوتیوب خیلی برنامه‌های خفنی در نظر دارم. حالا اصلا نمیدونم بگم یا نه. میخوام گیم خودم رو بسازم. و اونجا که پشمام با کانتنت کریتورها و استریمرهای خارجی خیلی چیز دارم، همکاری دارم و ارتباط دارم. میخوام گیمو بهشون معرفی کنم. حالا نمیدونم بگم موضوع گیم هارر گیمه، اینجوری بهتون بگم و بازی هم کاملا قرار ایرانی باشه. چقدر خوب باشی. تایم پلیش هم فکر کنم مثلا 2-3 ساعته و یه چیز خفن دارم اوکی میکنم که بسازم. این هم میشه یه افتخاری واسه من که تحلیل کامیونیتی ایران بدم به عنوان خیلیه. دمت گرم. پیازا داره اضافه میشه به دیگ قرمه سبزی. چجوری پیازو چیز کرد چشاش نسوخت، همزمان صحبت کرد، از آیندهش هم گفت. پیازه مشکل داشت اسم میکنم. کاملا شیشه‌ای شده. بعضیا مثلا میان سریعتر پیازو یعنی مثلا گوشت به پیازاتو بگم پیاز گوشتو ببین تو رو خدا شیشه‌ای بشه. دیگه الان گوشتا رو
نکته مهم اینه که این الان گوساله است یا اضافه میکنم، گوسفندی، چون فرق داره. قشنگ تفتش میدم. موقعی که به رنگ، یعنی از این حالت خونیش در اومد، زردچوبه و فلفل اینا رو اضافه میکنم. میذارم زیرشو زیاد کنم. گوسفندی باشه خوشخوراکتره. اضافه میکنم. بعد یه نزدیک 2 پیمونه آب میریزم، میذارم یه ذره گوش خودش رو از حالت خامی در بیاره. دوست دارم که دهنم آب قرمه افتاد. سبزیش برنجش ایرانی باشه، تدیک داشته باشه. طعم لیمو عمانی بده، اینجوری بده. اوه اوه اوه. بعد روغنی هم باشه، یعنی این روغنش جدا شده باشه. بعد بیو بندازد قرمه سبزی. یعنی تو بعد قرمه سبزی من واقعا باید بیفتم رو مبل، آفرین. شب فوتیج بگیرن عوامل پشت صحنه. ایران هم نمیگه. خودش راست بعد ماست باشه که منش ماست خودش داره دار سوژه میده. تقریباً. الان میگه چشم امپراتور. بعد سالاد شیرازی هم حال میده با قرمه سبزی. قورمه قبل از اینکه آشپزی کنم فکر میکردم خورشتا آقا قورمه‌ای که درست میکنی باید مدلی باشه که مثلا اینطوری بشی بعدش. اینطوری باید بشه. یعنی این اگر یه قرمه سبزی باشه، قرمه سبزی درست و اصولیه. خب این قرمه سبزی مامان‌پزه. این حس به دست بده، این صدای این صدای درست غذا خوردنه. یعنی البته سلامت محور نیست، ولی موقعی که هر وقت اینو جدی بهتون میگم، هر وقت به جایی توی غذا خوردن رسیدین که نفستون نگرفت ولی خسخس افتاد، بدون اون غذا کاری کرده که به بهشت بریم. فرق نمیکنه. هر وقت اینطوری شدیم این صدا بیاد، یعنی معدت یه جوری گاییده خودشو که دیگه داره تو ریاهات هم غذا تزریق میکنه. ریات دیگه هوا نمیده بیرون، برنج میده بیرون، کوکو میده بیرون، گوشت میده بیرون. در این حد به اونجا برسی بدون یک غذا ترکونده تو رو، فوق العاده بوده، و دو داری میمیری. این رو نظر داشته باش. حالا انتخاب خودته که میخوای قبل از این که بشی غذا رو ول کنی یا موقعی که شدی غذا رو ول کنی. کاملا تصمیم به خودت. خیلی سخت‌تر از مثلا چه میدونم لازانیا و غذای این مدلیه، ولی خورش درست کردن راحته چون تو کاری نمی‌کنی، زمانه که غذا تو میپزه. مثلا قرمه سبزی تو بار میذاری دیگه ولش می‌کنی. عجب حرفی. ولی ایول. مثلا چه میدونم پاستا و لازانیا باید همش بالا سرش باشه چکش کنی. قرمه سبزی ها هم میزنی میذاری واسه خودش بمونه، بجوشه، جا بیفته، زمان و گاز کار اصلیشو انجام میده. ولی من عاشق خب این که چقدر تنظیم بکنی گازو، کی دوباره چیزی رو بهش اضافه بکنی، ریچکش بکنی، خب اینم بی‌تربیت هنره دیگه، اینم سخته. قرمه سبزی هم عالیه. ایول تبلیغات. آب کو، آب کو. ایوا این آب من. ببخشید سر میکشم. با کمال احترام به همه احترام. گفته یه پریسا الان مهدیس باید اینو ول کنه تا خودش بپزه دیگه. نمیدونم چرا داره هم میزنه، چون زمانه که میپزتش قاعدتا. خب مثل این که واقعا ولش کرد به امان خدا. صورتی what the fuck. پالستا که نه، پاستای صورتی. what؟ پاستای صورتی مگه ما داریم؟ مواد لازم برای پاستای با لبوه؟ ای خب لبو رو همه دوست ندارن، ولی حاجی قیافه داره ها، قیافه داره حاجی، تا 300 میلیون اعتبارم بهت میده. سیر، لبو، پنیر پارمسان، گردو، پسته، روغن زیتون، خامه، نمک و فلفل، ریحون، تازه آب لیمو، ترش تازه، پنیر فتا یا فتا. نمیدونم حاجی، ریسکه. میریم سراغ پیش غذا، پاستای صورتی. اولین باره که همچین غذایی داریم تو بفرمایید شام. پاستای صورتی؟ چرا من هیچی رو نمیدونم. چرا واقعا؟ الان حسام از چی حرف میزنه؟
از کهکشان حرف میزنه، چون حرفاش انقدر بی ربطه میرسه به کهکشان. پاستای صورتی و ما تو کل کهکشان هم نداریم، این چه غذاییه اینطوری یه میکنه؟ باید سرچ کنم. حسام خوابش برد. یه غذای جذاب خوشتن که با ترکیب سس قرمز و سفید، سس روش قرمز. تنها چیزی که میتونی اینترنت ان کرد ما رو، مگه لبو نبود؟ غذا تو باش صورتی کنی لبوه. با پوره لبو و کلم بنفش. شاید مثلا اگر هر کانتنت کریئتوری بود اینو میخواست بگه من عاشق صورتی هم نمیدونم وای صورتی دیگه. پاستا صورتیه دیگه دوستان. پاستا رنگش متفاوته. پیش غذایم که میخوام درست بکنم پاستای صورتی، سایدش مرغ گریل، قارچ گریل با بلال سرخ شده است. من احساس میکنم پاستای لبوه. من سوپ لبو خوردم، لبو خوشمزه است. یه ترکیب خیلی خوشمزه دارم خب. از لبو، خامه و یه سری ادویه‌ای که به هیچ عنوان نمیگم. ایول، چقدر عجیب. وایسید. این صدای خودشه؟ صدای خودشه داره میاد. اینجاست که شما میفهمی که یه علی نامی اگر تو خونه باشه، یه محمد نامی، یه متین نامی، یه مهرشاد نامی، یه شمس الله نامی اینجا به درد میخوره. مثل اون ظرفایی هستش که درش باز نمیشه، ظرف مثلا آب لیمو، ظرف خیارشور، اینجا هم یه میکرد همه چی اوکی میشه. آقای اصلا کی به من گفته بلال بذار؟ بلالو بعد حالت چوب مانند از وسط نصف کرد با دست. خالمینا یا عممینا میخواستن برنجو صورتی بکنن، آب لبو میزدن بهش زعفرون، مثلا رنگ‌های مختلف درست. تا حالا اصلا همچین چیزی نشیده بودم و نخوردم. جدیده کاملا. امیدوارم که خوب باشه. یعنی کلم بنفش داره و لبو یه ذره شیرین طوره. من شد آره، کلا آره. 3 تا فکت راجع به غذا بگو. به مقدار قابل ملاحظه آب میریزم و میذارم کلا این برای خودش بپزه چون خیلی طول میکشه. یه چیز سختی که لبو داره، من یه بار درست کردم سوپ لبو، تند شد. تند شد چون مدمیرال. ماهیت چغندر بچه‌ای که به استریم تنده، اومدین من خوش اومدین آقا. خامه بهتون. زدم، برید تندیه. یه بار دیگه. الان کار دارم با این درست فیل شد. مرغ وای و فیلم قارچ داستان. ببین به عنوان پیش غذا امیدوارم مرغ ولی نداشته باشه، چون خیلی میشه؟ مرغ سنگینه، خامه سنگینه، خود پاستا سنگینه. خب راجع به بچهای گروه بگم که تک تکشونو واقعا دوست دارم و حسام، عشق با حسام. مهتاب قبلا همکاری ویدیویی داشتیم، با پیکسی هم داشتم سر اون رانندگی فوق‌العاده با کویک و چی بود پیدا کرد؟ مو اگر باشه که خیلی عجیبه، چطوری وارد بسته شده؟ منم دستکش ندارم، دستام شسته است، اصلا ایراد نگیرید. اینو من میخوام خورد خورد کنم و آره به نظر میخواد خورد خورد کنه ولی داره رو بوشخواب خورد میکنه، پس این چیه؟ هم همکاری داشتیم. حسامو اصلا برو بابا، حسام کیه؟ اگه دیوونه با هم دراما میکنه فردا. حسام جدیداً بعد وحید مرادی شده تو دراما. ولی جالبه، پاستا صورتی برام خیلی جالب بود. دو روز واقعا بهم خوش گذشت، چقدر خندیدیم، چقدر حسامو خورد کردیم، مثل همین که دارم قاچ قاچ میکنم اینا رو، دقیقاً انگار این حسامو دارم قاچ 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 میکنم. نه واقعا خوش گذشت. ولی خدایی برای یه دونه پسری که لای 3 تا دختر باشه این خودش پوینت مثبته. حالا از ابعادی بهش نگاه بکنی حال میده، اتفاقا باحاله، روت میریزم ولی باحاله. ولی اینکه حسام لای 3 تا دختر باشه نمیدونم این پوینت مثبته یا نه، فکر نکنم. ولی برای یه پسر خیلی باحاله توی بفرمایید شام بین 3 تا دختر استریمر بشه، خیلی باحاله. هم دمش گرم، واقعا چیزی اصلا نمیگه، میتونست خیلی بیشتر ما رو یه ذره تضعیف روحیه تر کنه. آقا توی بسته مرغ مو بود؟ چرا انقدر زیاده؟ راست پاستای میگه. آلفردو، پستو اینا رو خوردم. پاستای صورتی تا حالا نخوردم ولی مثل اینکه مثل یه سالاده این پاستای صورتی. حالا تست می‌کنیم امشب ببینیم که ایول. چطوره. من پاستا، چون ببین من کلا دوست دارم پاستا باشه و خامه و قارچ و با بیف دوست دارم. میگم بعد غذا اوه. دیگه با سینه مرغ پاستا رو زیاد یعنی سینه‌شو نمیخورم، من فقط خودشو میخورم.
الان نزدیک 3 سال شده تو این کامیونیتی ام، واقعا دهنم سرویس شده. یعنی اصلا اینجوری نبود همون اول بگم من که خب، 2 ماه هم من دهنم شروع سرویسه. کردم، الان 100 تا 200 تا ویو دارم. نه، من هر چی ویور دارم دونه به دونه همه رو جذب کردم برای خودم و الان یه کامیونیتی خودم رو دارم و واقعا تلاش کردم برای این داستان. فکر کنم ایول. چون حالت سالاد تور داره توش مرغ و اینا، البته چرا نمیتونه داشته باشه؟ میتونه. خب مهدیس خانم، شما در کامیونیتی یوتیوب فارسی با چی حال نمی کنی؟ کانتنتی که خیلی تکراری بشه، یه نفر فقط اون کار رو انجام بده، چه میدونم همش فقط بره تو بازار، همش فقط بره تو جنگل، همش فقط بره توی یه جا، به نظرم تکراریه. یه ذره باید داستان رو قوی تر بکنن به نظرم. دوست دارم پاستای ایول. صورتی به نظرم خوشمزه است. و حالا چرا پاستا رو انتخاب کردم؟ خب پاستای غذایی مثل حالت سالاد ماکارم، چون اون مدلی هم که من می‌خوام درست کنم خیلی نمیتونیم بگیم مثلا پن آلفردو توره، یه ذره سبک‌تر داستانش. خیلی جالبه، نمیدونم فکر کنم کمتر کسی تا حالا پاستای صورتی خورده مثلا باشه. رو هم خبر نداشت که همچین غذایی وجود داره. چیزی که توش خامه و شیر و مرغ باشه فکر نکنم سبک بشه ها. حالا مجموعه شما اگه سینه‌ش هم نخوری با طعمش حال میکنی، یعنی امکان نداره شما یه پاستا اصل طعمش به اون ادویه ها و خامه و اون قارچشه، یعنی به سس قارچ و خامشه که شما میفهمی اون پاستا هست یا نه. دوستان بله، ما بله. چون نولان رو خیلی دوست داریم وسط پیشغذای سری به غذای اصلی هم میزنیم. داستان. نولان. داستان این سبزی قرمه جنوبه که نسبت به سبزی تهران و شمال کاملا فرق میکنه. فکر کنم به خاطر اینه که تره داری و یه سری چیزای دیگه داره که وقتی خورش پونه کوهی داره یا نه؟ پونه کوهی نداشته باشه قرمه سبزی نیست. اینو اگر میخواین بفهمین باید برین شب اول نگاه بکنین که حسام با پونه کوهی یه کاری کرد شاهکار. پونه کوهی نباشه به درد نمیخوره. جا میفته یه روغن سیاه میفته روی قرمه. اصل داستان اینه. بعد پاستا قرمه سبزی یه ذره مثل یعنی فرنگی سنتی رو با هم دعوای آورده. زرگری می‌مونه. تو مافیا هیچ ربطی به هم ندارم ولی خیلی جور در نمیاد این منو. و حالا اصلا چرا سبزی جنوب رو انتخاب کردم؟ چون من خودم اهوازیم. به به. اهوازی تو چرا سیاه نیستی؟ چرا اینقدر سفیدی و اینا؟ حالا بعد واسه همه دونه دونه توضیح بدم. با اون اهواز پر بختیاری لوره اینا. من کلا خودم اهواز به دنیا اومدم، تا 20 سالگی هم اونجا بودم. کاردانی معماریمو که گرفتم واسه لیسانس دیگه چقدر اومدم درگیره با تهران. باز کردنش. کلم بنفش و لبو و پاستای صورتی با قرمه سبزی مامان. پس ترکیبشون جالبه به نظرتون؟ امضای کار منه قرمه سبزی جنوبی اهوازی. واسه همین انتخاب. البته ببین اینم بگم با این سبزی درست کردن قشنگ قرمه سبزی جنوبی در میاد. حالا در ادامه داستان خودتون متوجه میشید. وای. نمیدونم، چون پاستای صورتی نخوردم نمیدونم. شما دیدین کسی توی قرمه سبزی رب بزنه؟ بله من بله میزنم. بله. ولی خب قرمه سبزی منم یه اصل داستانه. پیازم دیدم آخرش بزنن. که میخوام چیز کنم بهتون میگم. اینم بنداز. دوستان نظر دادن راجع به رنگ پوست دیگران کار اشتباهیه. قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم، مخصوصا لیمو امانی رو توش، یعنی لیمو حاجی من حس میکنم حسام با یکی یه نسبت مثلا دوستی داشته، اسم فامیل یارو امانی بوده. امانی یه جوری میگه انگار فامیلیه، یه جوری نیستش که انگار مثلا یه لیموی امانی. قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم، مخصوصا لیمو امانی رو توش، یعنی لیمو امانی رو من خالی خالی تو قرمه سبزی میخورم. امانی اسمی فامیله برای حسام، خیلی جالبه. و یه امانی تلخه، چی میگن تلخه، چجوری خالی خالی میخوری؟ پودر لیمو امانی مامان پز که خود مامانم آسیاب کرده درست کرده. پودرش اصل داستان قرمه سبزی من این پودره که آخرش میریزم، یعنی 10 دقیقه آخری که دیگه داره میپزه یه عالمه میریزم. اون موقع هم یه 2 قاشق چایخوری یا 3 قاشق رب میزنم و چایخوره تموم با قرمه سبزیمون. آقا این پاستای ما چی شد؟ من دوست دارم بدونم چه جوری قراره اون صورتی بشه. خب مثل اینکه تهدیگ سیب زمینی داریم و هیچی تهدیگ نون نمیشه. خب تا اینجای برنامه حسام با همشون حال کردم ولی واقعا حسام حالم به هم خورد. مهدیس دوستان داره شوخی میکنه. من این میشه از این انسان زیبا شما حالتون بد بشه؟ گوگلیه حسام اینطوریه حسام، چرا بدت میاد؟ من اون قرمه سبزی اصل مامانی رو چرا باید بدم حسام بخوره؟ از لحاظ اومدن پیش غذا به غذای اصلی شب دوم دیشب بهتر بود. یهو از پاستا قرمه سبزی، اگه قرمه سبزی میخواست بدم مثلا به نظرم مثلا
سوپ میداد، مثلا سوپ نودل. داستان این تتو من بهتون بگم. این تتوی شجرنامه پشمام. خانوادگیه. حالا بذارید براتون قشنگ توضیح بدم چیه. درخت ماه فکر کنم، خورشیده، چیه؟ توی تتو نماد ریشه زندگیه، ریشه یک آدمه که ریشه زندگی من در یک ماه کامل که اسمم مهدیس یعنی مجسمه ماه و 5 تا ماه کوچیک اینجا داریم که اعضای خانوادمه، تعداد اعضای خانوادمه. ریشه زندگی من که توی ماه کامله که در واقع همون معنی مثلا خود من شخص بنده رو میده، وصل میشه به 4 تا تاریخ تولد مامانم، بابام، آجیم و داداشم. آبجی منظورش بود، ببخشید آجی گفت. من فکر کنم منظورش حاجی بود، یعنی پدر بزرگش. اینا هم دیگه چوسیشه دیگه، اینا هیچ ربطی نداره. من که اولین تتو تو هیچ وقت اینقدر بزرگ نزدم، ولی من واقعا تا بمیرم عاشق این تتو من، به خاطر اینکه به هر حال شجرنامه‌ام بمیرم میفهمن من کی بودم، چی بودم، واسه کی بودم، اصلا چیم، مثلا اینجا چی میگم. حسام هم یه تتو داره رو دستش که البته کجه. مثلا سوپ، مثلا یه چیزی تو حالت رقیق باشه، خیلی غلیظه پاستا. خب بریم سراغ مایه لبو. اصلی وای پیش‌غذامون حاجی، از که لبو من خوشم نمیاد. از لبو از خب لبو خوشم بالاخره قراره نمیاد. بفهمیم. و خامه ترش و یه ادویه ترکیبی. ایول تبلیغات، ایول. ولی تتوی حسام خیلی جالبه، مثلا اینجا گذاشته توی زاویه‌ای بگیره صافه، تو 99 درصد زاویه‌ها کجه. بعد این اومده بود تو استریم امیرعلی انقدر مسخرش کردن، انقدر مسخرش کردن. سنگینه، ولی بازم غذا سنگینم اگر شما مثلا کم ازش بیاری، مثل پریسه که تو کاسه آورد، منم واقعا باید به نظرم یه رول لازانیا میدادم به بچه‌ها، بقیه رو میدادیم بچه عوامل پشت صحنه و خانواده میومدن با هم میخوردیم. حسام خدایی نفهمیدی اون کجه؟ خب چه توصیه هم دارم واسه کسایی که تازه کارن. این بچه واقعا بگم این کار خاکخوری داره واقعا و نباید خیلی سریع چیز بشین، ناامید بشین. صدتون رو بزنید و خود واقعیتون بشید. این خیلی توی داستان این کامیونیتی مهمه، چون خیلی ها هستن میگن ما نتیجه نگرفتیم، ما نشدیم، ما فلانیم، اینه. یعنی نخواهید مثلا ادای یه نفر دیگر در بیاد، مثلا نمیدونم با یه استریمر یا یوتیوبر حال میکنید، کلا بخواید مثلا راه اونو پیش برید. این اینجوری اکت میره، خب منم همین کارو میکنم، این اینجوری میکنه، منم همین کارو میکنم. ولی رنگ صورتی رو میبینید داره در میاد. نه واقعا بله. آبناره. من خودم احساس کنم مثلا الان صورتی شد. زیاد همکاری با هم آنچنان ندارن، چون اگه دقت کنید کلا یوتیوب فارسی بیشتر همکاری آقایون با همه و من خودم روی این مسئله خیلی فکر کردم و دوست دارم اصلا خودم استارت کننده این داستان باشم که همکاری خانوما رو با هم اوکی کنم. سنگینه، ولی من احساس میکنم اگه کم ازش سرو کنه هیچ اشکالی نداره، میخوریم، لذت میبریم. من عاشق اینم که لذت ببرم از شرایطی که هستم توش. امشب هم همین اتفاق رو انجام. من هیچ ایده‌ای ندارم راجبش، نمیدونم مثلا ترکیب مرغ و کلم بنفش و لبو چطور میشه با هم دیگه. واقعا هیچ ایده‌ای ندارم. فکر میکنم 18 بار این جمله رو گفت مهشاد. خب واقعا داره رنگش صورتی میشه. جالبه. قراره کل پاستامو بذارم توی بشقاب برنجی. بشقاب برنجی چیه؟ به اینا میگن پیپر رایس، میشه کاغذ برنجی. میذاریم توی کاغذ روغن داغ. برنج؟ اینو پفک هندیه داستانش. میذاریم روی روغن داغ، بعد حالت کاسه میشه میاد بالا، بعد من غذا رو اون تو میرسم. دسرم میذارم موقعی که بچه‌ها اومدن سرو کنم، چون کلا 10 دقیقه کار داره، اون اصلا کار خاصی نداره. اصلا روغن باید بیشتر باشه، ولی حالا اینجوری میذاریم. ایول داغ نشده بود. چه خلاقیتایی داره به داغ خرج شده میده. چون پیش غذامو حالا میگن چون پاستای ممکنه سنگین باشه، نه تقریبا اوکیه. کم میذارم، حجم زیاد نمیذارم که دلشون رو بزنن، چون برای غذای اصلی قرمه سبزیه. همیشه فوبیا این داستانو دارم نیست که روغن تو صورتم بپاچه. بابا مهم نیست، پیش غذا رو میخوری میمیری، غذا رو 2 بار میخوری میمیری. یعنی اصلا این چه ایدئولوژیه؟ پیش غذا بعد سبک میری رستوران، خب یه پیتزا سفارش میدی و یه سیب زمینی. قبل از پیتزا تو سیب زمینی میخوری، ته دل تو میگیره، بعد پیتزا رو میخوری. اگر تو آدمی باشی که
بری رستوران پیتزا سفارش بدی، سیب زمینی هم سفارش بدی، ته غذات سیب زمینی بمونه، توی انسان بی‌تربیت و هستی. چون نمیشه اصلا ما چیزی به اسم پیش غذا نداریم، همه غذاه. این چه حرفیه؟ پیش غذا، دسر، غذا هست، همه غذاه، همه رو باید بخور، همه رو بمیر. چه ای با ایرادی اصلا داره؟ ای بله. خب ساعت 8 من یه ذره دیر کردم، ولی خب خدا رو شکر غذای اصلیم اوکیه. این چه رنگی مایه داره پاستا. آجی، چه الان رنگی. آبم هم جوش میشه، پاستا رو میریزم، یه ذره بعد نسبت به حد نرمال بیشتر بذارم بپزه، بعد همه اینا رو باش قاطی کنم و تقریبا پیش غذای من آماده است، فقط سرخ کردنیاش میمونه باش قاطی. حاجی خیلی جالبه، از این دوربین، از این حالا کامرایی که دارن میگیرن واقعا صورتیه. کنم و تقریبا پیش غذای من آماده است، فقط میاد اینجا، رضا درست میگه، میشه آبنار. خیلی باله. سرخ کردنیاش میمونه. خب تصمیم گرفتم از دو نوع طرح مانا استفاده بکنم، یکیش اینجوریه، یکیش اونجوری گل مگل تقلیه. اینم که شبیه حلزونه. چه طرحهای جالب و بامزه، کاش منم از اینا توی خونمون بود. دوستان همینجوری که مهدیس داره خرابکاری میکنه، احسنت. یادتون نره که دکمه سابو بزنید، چون که صد کشیم یه ویدیو خیلی خفن داریم. یا ابوالفضل هیچ وقت این اشتباه رو توی زندگیتون نکنید. بلال هایی که قراره کنار پاستا بیاد داره سرخ میشه اینجا و خود پاستا هم دیگه وقتش صورتی بشه. ماکارونی مانا رو آبکش کردیم، میخوام اضافهش کنم به ترکیبمون. حاجی حبس برانگیزه. وای جهت اطمینان اولی خوبه و شد دقیقاً همون ماکارونی صورتی که چه عجیبه بودم. ماما میا، واو. اینا رو هم اضافه کنم. ذرت ها هم تقریبا سرخ شده، فقط میمونه یه مرغ و قاشون هم سری هندل و میرم برای بعدش که میز پذیراییمو چیدم. دسر پس چی؟ نوشیدنی خیلی خیلی مخصوص میخوام برای مهمانان عزیز درست کنم به نام مهدی سایورز. پیش غذا دوستان قارچ و مرغ هم داره که مهدیس داره اینا رو جداگونه درست میکنه. بریم سراغ دسرمون کیک شکلاتی خیس که مهدیس گفت وقتی مهمونا اومدن قراره درستش کنه. کیک شکلاتی خیس، وای واقعا خیس شد. حسام دهنت تمام صورت همه جام دیوونه دارم میشم. الان تابستونه، همه خیسن، ولی واقعا خیس شد. ربطی نداشت ولی چون تابستونه یادش افتاد. بچه‌ها من عاشق کیک شکلاتی خیسم. توش موز باشه جالب. بالاخره نظر داد. ایول. مثلا یا ژله. خیلی شکلاتی نیستم. دختری که شکلاتی نباشه. کیک خیسه و خوشمزه. خیلی دوست دارم. این بهترین دسر فکر کنم تمامی دوران تا الان بود. کیک شکلاتی خیس عالیه به نظرم. بعد قرمه چایی باشه کنارش لطفاً. آجی ترکیب عجیبیه. فکر کن میای تو خونه پاستا میخوری، قرمه سبزی میخوری، کیک خیس میخوری، اصلا معدت یه جوری از بالا بهت فوش میده، میگه قرمساق یه تنفسی بده به خودت. من آنزیمای اینا رو چجوری بتونم به فنا بدم؟ از پشمای معده میریزه. خیلی عجیبه ولی کی بعدش میاد؟ شکلاتی روش شکلات بریزه، تو شکلات خیسش کنه، بعد دوباره پودر شکلات، اینجوری پر شکلات ایشون هی میره میاد. ولی اگه خود کیک اسفنجیش فقط شکلاتی باشه بعد تو یه سس شکلات خیسش، اونو دوست دارم. خیلی هم شیرین نباشه که ما رو بندازه، حالمون رو بد کنه. من از اینکه بزنه دلمو خوشم نمیاد. من کلا تو زندگیم همه چی دلمو میزنه. همین الان واقعا دوستم رضا این کسایی که پشت سر هستن برن سریعتر از خونمون بیرون. با هم دیگه یکم عجین نیست منو، ولی ببینیم چجوری میخواد درستش کنه. تم امشب کاستوم یک شخصیت گیمه. از همین الان مشخصه که حسام رعایت نمیکنه. آفرین. به بریم برای تم گرون قیمت و وقتگیر. چه تم سختی. من چی بشم آخه؟ من هیچ ایده ای ندارم واقعا. خب راجع به تم امشب هم بگم. آقا اگر اصلا یه چیز راحت بهتون میگم،
شما این ماسک رو میپوشی، میری تو خونه مهدیس. خب و این ماسک چه کاستومیه؟ یه خیلی کاستوم راحتیه ها. یعنی به نظر من کسی گفته مثلا این کاستوم گیم سخته، بلد نیست. این کاستوم شما میپوشی، میری توی خونه مهدیس و حالا شبیه چه چیزی میشی؟ شبیه ایشون میشی. تمام شد. کاستوم ترور CS2، کاستوم کانتر. حالا اینا رو لازم نیست جلیقه بپوشی، شما همون اینش هم بپوشی اوکی. چه کاستوم راحتیه. کی گفته؟ ذهن گیمری ندارن بچه ها ذهنشون توی واقعیت گیر کرده. محشید درود بر شرفش که یه کاستوم خوب انتخاب کرده. حالا شما میتونی تیپ اینطوری بزنی ولی نیاز به آرایشگاه داری. هزاران تیپ میتونی بزنی که اینطوری باید باشی. یه تیپ باید بزنی که اصلا قیافت باید خوشگل باشه چون مال این تیپ باید باشی. یعنی هزاران مدل تیپ هست ولی بیسیک ساده تموم شد. کاستوم CS. یه ماسک دزدی میخواد دیگه. چیز خوبیه. کی گفته سخته؟ شخصیت دنیای گیم اونجا که خب من گیمرم، عاشق گیمرم. هورزاست؟ هورایز چی بود؟ گفتم بچه‌ها که یکیشون سیبیل انتخاب کرد اون یکی هم عینک. گفتم بذار بیام یکم کارو سخت کنم دهنشون سرویس بشه. احتمالاً از ولورانت یه چیزی انتخاب کنم. ایول. جدی. میخواستم الان که دارم فکر میکنم داور فیفا میتونستم بشم، داور FC. لباس داوری سایز منم میتونستم پیدا کنم، یکم سخت بود. کاستومش خودش میخواد چی بشه؟ خودم الوی از بازی هوریزون زیرو داون شدم. فکر کنم اولین بازی بود که خودم روی PS4 بازی کردم، خیلی هم دوستش داشتم. خیلی دوست دارم که الی بشم ولی به خدا داشتم بهش فکر میکردم. خیلی گفتم الی میتونه بشه ولی نیاز به آرایشگاه داره و 1000 تا میکاپ و اصلا هزینه داره این کاستوم. نیستم اون موهاش مثلا قهوه‌ایه. کاسپلیای خفن زدم آبروم میره اگه بخوام خفن نرم. یعنی خودم رو زیر سوال میبرم تا مراجعت نکنم. راجع میز پذیرایی من گفتم خیلی شلوغش نکنم چون با توجه به 2 شب قبلی دیدم بچه‌ها خیلی مثل که کلا پذیرای میز پذیرایی نیستن، خیلی نمیخورن. پرتقال و توت فرنگی با چه خونه قشنگی داره. چیپس و اینا گذاشتم، یه چیزی که همه بخوره. مثلا چیپس و پفک نذاشتم چون میمونه میماسه، خوب نیست. اصلا تیکه نپروندم، فکر نکن اصلا به حساب تیکه نپروندم. دقیقاً اولین مهمان امشب خانم پریسا هستش با کاستوم شخصیت جت در ولورانت. شخصیت نمیدونم درست می نویسم یا نه. جت ولورانت. فکر نکنم این اون باشه. فکر نکنم. یعنی میلیاردها فرسنگ فاصله داره این شخصیت با شخصیت پریسا. ولی حالا میپذیریم چیز عادیه چون ببین هر کی وایفا داره اینجا. من حاضرم همینجا بگیرم بخوابم وایفا داشته باشم رایگان. وایف پسوردشم پشمو. نه وایس خب من بخش دوستان کنجکاو شدم و چون وقتی کنجکاو میشم یه ذره بیشور میشم. خب همین خوبه. اما باید لوگین بکنم با یه اکانت. ای بابا ای بابا 1000 تا چیز دارم من، رمز و کوفت و اینا دارم. خب کجاست؟ الان عکس گرفتم من. آها اینا. این عکس رو برام با کیفیت کن. میخوام همه حروفش خونده بشه.
بذارم چی میگه. کار بیشرفانه ایه. ما که هیچ وقت قرار نیست اون خونه رو پیدا بکنیم و هیچ وقت نمیتونیم بریم اونجا. شاید یک نفر بتونه یه جوری خونه رو پیدا کنه. بذار کمک بکنیم به اهالی اون ساختمون، به دزدهای با شرف. بذار ببینم چی میده. ایول. این همونه؟ رمزشون پیدا شد. البته فکر نمی کنم درست باشه، ولی حالا نه درسته حاجی، درسته. این 20-25ش درسته. خنده بیشورانه زدم. هستش با کاستوم شخصیت جت در ولورانت. حاجی هر طرف خونش یه رنگه. کر شدم. قابلیت های کاراکتر جت اینه که سریع حرکت میکنه. تم امشب به نظر من باحال بود. من چون کاسپلی انجام حسام. دادم چند تا مختلف آیتم های زیادی دارم. فهمیدی من کی شدم؟ من ولورانت جتم. این مال شماه. بازش کن همین الان. همین الان باز کن. نه صدایی که از مهشید در اومد مثل صدای چی بود؟ تو دستمال رو شیشه میکشی. گوش کن. نه یه گلو مگه چقدر قابلیت داره که این صدا رو بده بیرون؟ یه بار دیگه. نه این چه صدای عجیبی بود. خواجه من کن دارم، ببخشید. نه اوه وای عجیب بود چقدر. صدای چی بود؟ میزبان تمو خیلی قشنگ رعایت کرد. واقعا در لحظه فهمیدم کیه. این دوستشه. دوستمون برای اینکه تنها نباشه دوستت یه دوست داره. بچه‌ها بگین با هم رفتیم. آره بر دوستی بغلم. When chores make you hungry, turn to Ben's Original. ایول. آقا حسام منتظر حسامم. فقط حسام. و من خیلی دلم میخواست کادویی که واسش میارم و دوست داشته باشه. بر همین چون یه خاطره از مهدیس داشتم سر کادوه، سر اون رفتم چیزی که دوست داشت براش گرفتم. سر برنامه کی بود؟ رانندگیمون واسه سدروسکی برگشتنی رفتیم یه جا تو مرکز شهر بود. سدروسکی دیگه نیست. عینا دوش فکر کنم خیلی هم معروفه. نمیدونم اسمش تو اینستا چی بود. یه دستفروشه. یه دستفروش بود از اینا. مهدیس یه جوری پارک کرد که من گفتم الان 5 تا ماشین و آدم زیر میکنه به خاطر این. بگو از کجا دیدم؟ از بالای پل. میز پذیرایی. چرا شخصیت جته اصلا انگار رفته تو پریسا، خیلی مأخوذ به حیا شده، آروم صحبت میکنه، خجالت داره میگه. چرا؟ همه چی داشت. حله حوله داشت، میوه داشت، خربزه بود. خربزه رو من اگه بودم اسلایسای اینجوری حب به حب اینجوری. اوه شطوری باید بخوری بابا. مثلا یهو شطوری بخورش کن. چجوری اینجوری مثلا خربزه بخورم. بذارم واسه. خب میزنی زیرش، از تهش میبری، تق 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 قاچ میکنی، هپی قاب قاب میخوری. ولی اصلش اینه که اینطوری بگیری بخوری. این درست ترش. نه دیگه بچه‌ها بیان. راسته بذار با نوشیدنی آره بذار بچه‌ها بیان. دلم نمیاد. منتظر بقیه بودم دیگه. زشت بود اگه که من الان چه بشینم خجالت داری میوه میکشه بخورم. پریسا. بعد مثلا یهو بچه‌ها میان میوه و دست خورده است. احساس کردم جالب نیست. قرمه سبزی خودت پختی؟ بله. تو از ظهر قرمه سبزی بار گذاشتی. بله. چرا بچه‌ها به هم شک دارن؟ منتظر بودیم که بقیه بچه‌ها بیان.
یکم داشت لحظات آکوارد پیش میاد ولی خدا رو شکر آکوارد. چون دیگه داشتیم اینجوری شدیم. حاجی با این میذارم تو چک تو صورت حسام امشب. خب حسامم رسید و با این کاستوم واقعا بعد زد زیر کوشش. کاستوم حسام رو ببینید تو رو خدا. مهشادم میرسه و واقعا فکر میکنم میدون خونه مهشاد اینا رو تازه شهرداری گل کاشته، چون گلایی که داره میاره هر جلسه ای حسرت مهشاد حاجی رمز وایفای رو درست سوش فسنوی گفته تقریبا. اینا رو تازه شهرداری گل کاشته، چون گلایی که داره میاره هر جلسه ای حسرت داره میکنه. وای چه تیکه‌ای قراره حسام بخوره. کیه واقعا من نمیدونم. ببین حسام میدونید کیه؟ الان بهتون میگم. الان بهتون میگم حسام کیه. حسام تیپ حسام اینه کو. امشب خب حسامم رسید و با این کاستوم واقعا بعد زد حسام تیپ حسام. ببین من ندیدم ولی واقعا اگر حسام بگه جانی کیج، ببین به ولای علی باید حداقل 2 میلیون دونیت بشم، چون ذهنخوانی فوق العاده ای دارم میکنم. این تنها چیزی که تو ذهنم اومد که حسام شبیه اونه جانی کیجه، هیچ چیز دیگه ای نیست. زد زیر کوشش تازه شهرداری که برای حسام آورد و حسام کیه واقعا من نمیدونم. ببین اگه بیگ اسموک شده باشه که وای چی؟ ببین بیگ اسموک؟ دهنشو سرویس میکنن. بیگزموک اگه اونجوریشه که بعد اصلا تغییر رنگ هم نمیخواد، رنگ خودشه دیگه، خودش هم اون شکلیه اصلا. آره دیگه یه عینک بر بزنم لباساش اون رنگی. حلال زاده رو دیدی؟ سشت نکن همسایه هست. کیست که اینقدر آرام در میزند؟ سلام. خیلی عجیب بودین که دوتایی با هم رسیدین. فقط نمیدونم چرا از پله ها داشت میومد. ورزش میکنه حسام؟ فضای آسانسور کوچیک بود، گفتم شاید مهشاد خانوم معذب شه من و مهشاد تو. حسام داره کتاب 48 قانون قدرت رو میخونه. حسام جان تو خودت کوه قدرتی، چرا به قانون ها داری چیز میکنی، خودتو میچسبونی؟ تو شاهکاری حسام جان. 48 قانون قدرت. فضای آسانسور باشیم به خاطر من از پله ها اومدم 7-8 طبقه رو با پله اومدم و نفسم هم گرفت. حسامو ببین. خوش اومدید. برخورد اولیه میزبان خیلی خوب بود. شما کی هستی؟ من هم محلی های سی جی و چیز فرانکلین، هم فرانکلین هم محلی سی جی. او بله. یعنی دیگه واقعا هیچ انتظاری ازش ندارم. خیلی راحت میتونه کاراکترایی بشه که بهش بخوره ولی دریغ کرد. بودجه نداشتم، بودجه به ما ندادن، کسری بودجه داشتم و واقعیت نمیدونم خیلی خانوما خوب رعایت کردن. چون که چشاش آبی بود. آقا سینا حواست به دوربین باشه. کی شدی تو؟ خدمت شما. نینا ویلیامز. آقا نینا ویلیامزه. نینا ویلیامز کیه؟ نینا ویلیامز. تینا نوشتم. نینا ویلیامز گی. بچه ها فکر کنم رنگ بلوند و با رنگ سفید کلا اشتباه گرفتن. نینا جانی که ما داریم میبینیم کلا بلونده. چرا سفید گرفتم؟ مگه بلوند نیست؟ خیلی شبیه نینا نشده بود ولی نینا کیه اصلا؟ تمام تلاشش رو کرد دیگه. حسام نه، بین حسام نکرد. برای کتاب خریدی چرا؟ 48 قانون قدرت. چرا این کتاب رو انتخاب کردی؟ مطمئنم حاجی این سیس حسام رو ببین، یه جوری نشسته روی صندلی با قدرت. کتابش هم کتاب 48 قانون قدرت، نگاه کنید. خودش خندش گرفته. کتاب گرفته به مهمون، کتاب 48 قانون قدرت و سیس خودشون. گادفادر. 48 قانون قدرت.
چرا این کتاب رو انتخاب کردی؟ مطمئنم هیچ ایده‌ای نداشت راجع به کتابه. زردترین کتابی که میتونید تو بازار پیدا کنید، یعنی یه عمر تو اینستا اینو تبلیغ کردم، من با یک حرف این کتابو با زیر سوال بردم. خیلی گرم نیست. چرا خیلی گرمه؟ این نمره کم میشه. حسام چون من که اصلا چون من تو راهی که داشتم میمدم به سمت شما، من بعد برگشتنی با خودم سوغات می آوردم خونه، ولی میخواستم این ساعت بگیرم منتها گفتم از همون سمت میگیرم که دیگه واقعا خطرناک بود. الان بر من چیزی گرفت. الان برداشتی گرفتم و خیلی شانسی خیلی به الانت میاد. ببینم واقعا دست واقعا بهت میاد. نمیتونم نمرتو عوض کنم چون خیلی به پایین دادم. دم پریسا گم بر من کادو آورده بود، یه کلاه. چقدر بتونم من کلا کلاه بهم زیاد نه. حالا با این کلاهی که حسام گذاشته، حسام تبدیل میشه تامی شلبی. حسام شبخیز تو پرانتز شلبی. آقای شلبی. شلبی جنوب بیرمنگام. نمیاد. اینم نمیاد. نذارم. چرا دیگه تو نمی‌کنی؟ می‌خوای چیکار کنی؟ می‌خوای اینو نگه داری بری بده به یه نفر دیگه؟ چرا تهمت میزنید به آدمای اطرافتون؟ چه تئوری توطئه‌ای چی دیدی؟ خیلی طول کشید که نوشیدنیشون بیاد. میز پذیراییش اوکی بود. ببین میز پذیرایی منو یاد جوونیام انداخت، یاد 14 سالگیم، چون واقعا الان پیر شدم. دوست دارم چیزای مختلف امتحان کنم. اگر با گاز سری اول میخورم حتما نباید در ادامه هم با گاز بخورم. خیلی دوست دارم ببینم این با کنجد چه مزه‌ای میشه. زیرش هم دارچین آخه. پشما. به خدا الکی نگو کو دارچین. زیر کنجده رو میگم. یه آیتم جذابی داشت که موز بود روش کنجد بود که من اونو برداشتم بخورم، ولی خب دیدم روش موه. یه چیزی اوه. دارچین نداره ولی مو داره. راست میگه، یه مو بهش و نشد که بخورم و گذاشتمش. خب یکی دیگه برمی‌داشتی. ولی من خوردم. من مهم نیست. آفرین. کلا بد دلم میکنه مو دست خودم نیست. ببین میز پذیرایی انقدر خوب بود که من نصف طالبی‌ها رو خوردم. طالبی اصلا نبوده. همینو گفتم. انشالله که سرگرمی پانتومی PS5 هم داره خونه؟ فکر کنم سرگرمی. اتفاقا من پانتومیمم خیلی خوبه. بگو من خیلی محتوا ساز خفنیم. تو دنیا. این خیلی خیلی. این الان بده محتوا ساز دنیا بود. حسام 4 تا ادا یاد گرفته بابت هر چی اونو میره. خیلی منتظر یک نوشیدنی بودیم که دست جمعی بخوریم. سازنده برنامه گفت یه مبلغی ما داریم، من اون مبلغ هنوز نیومده دستم. کشومو وا کردم، چند تا کتاب آها این تو کشوت بود. زردترین کتاب تو کشوم بود. کتاب من به خدا صادقم. کتابم نخریده. ما اشکال نداره بذار بشنون. ما کسی رو داشتیم تو این برنامه مامانش حتی خیارشور رو خانم مشهدتی هم دارم حرف بزنم. من نمیدونم چرا تو گروه خانوما اصلا من نمیزنم. بفهم. ما شرکت کننده داشتیم تو بفرمایید شام. حتی خیارشیر رو میزش هم مامانش خورد کرده. بله. ولی جلو دوربین چی گفته همش رو خودم درست کردم. آره. آقای فانتوم. مثلا گیر نده هی به امیر فانتوم. من راجع به امیر فانتوم 3 شب دارم اینو میگم امیر فانتوم. حالا من صادقانه گفتم خانم مهدیس که اون پشتی ما پول نه وقت داریم نه پول کلا. بابا با دسته باید بدونن همه. نوشیدنی یکم طول کشید تا بیاد. پوسترای اون پشت و پشمام الان تازه من دیدم. چقدر خوشگله. ایول. شبیه چندلر خدا بیامرز. ببین دستتو بد حاجی این خیلی فوله. حداقل مثلا پا میگم نوشیدنی رو آماده میکردی. خب آماده هست، خب درست میکردی تو یخچال میذاشتی. خیلی فوله این. نوشیدنی خیلی طول کشید بیاره ولی ما قانونای کتاب اونجا فکر کنم خوندیم. خیلی خوش گذشت. بهترین بخش امشب تا الان به نظرم اینجا واسه شروع نشده شب. قانون 22 رو ببینی اصلا پریسا
همینجا امشب تموم میشه. بگو. از روش تسلیم استفاده کنید. ضعف تسلیم، یعنی الکی بگی تسلیمم تا میاد مثلا با دوست شه، خنجر رو از زیر کن تو شکم. حالا حسام جان این شکم نیست، یعنی از زیر میخوای بکنی شکم اینطوریه، این یه جا دیگه است، ما به اون میگیم بالز، این بالزه. ضعفو تبدیل به قدرت. چرا نوشیدنیامون خب چاقو داریم. قانون شماره چند؟ 26 رو اجرا کنم. دستایتان رو آلوده نکن. یعنی یکی دیگر رو تو کامیونیتی بیارید بالا، اون بره تیکه کار بندازه دیگر رو با یکی بکنه. خب این باشه؟ به مقداری گلاب میریزیم. گلاب این لطفاً در ظاهر آره. مثل یه دوست باشید ولی مانند جاسوس. این میدونی میتونم اسمشو بگم؟ آره امیر ایزد. این چی بود الان به دوست من گفتی شما؟ من شوخی کردم به خاطر اینکه من امیرزا کلا تو بیفیم. البته به من قول داده دیگه در در دوستی داره به من وارد میشه، اذیتش نکنم، اونم دیگه دست از سر من برداره. این چیزی که گفت اتفاقی که تو کامیتی به تازگی افتاده. جالبه. چقدر درست این برنامه پخش شد. یعنی میخوای بگی همه اینا پرنک سویل پرنک بوده که این لحظه این ویدیو رو پخش کنه، این قانون بیاد؟ همه اینا کار مافیای تو فارسی رئیس بیگزموگه. 24 رفتارتان مانند یک درباری باشد. ببین اصلا تو این نیستی پریسا، کاملا رفتارهای ما کلا رفتارهای رعیتی کتابو آتیش بزن لطفاً. امشب سرگرم شدیم با اون کتاب کلی. زعفرون. آقا چرا آماده نمیشه این نوشیدنی؟ با تخیلات دیگران بازی نوشته بود نقطه ضعف دیگران رو پیدا کنید که بعد استفاده کنید خونوادش بیاد مثلا تو زندگیش. اوه شنید؟ یعنی خاکشیر داشت، گلابش خودش هم توضیح داد که چی بود. من نمیخوام. این چیه؟ پس بده. تریاک اگر- ماکیاتو. کجا فهمیدی؟ فوش میدن به ما احتمالاً تو کامنت ها، ولی به خدا اگه من هممون ازم تعریف کنیم مثلا به مخاطب حال نمیده. پس اگه میخواید فوش بدید به هممون فوش بدید، به من فقط فوش ندید. ولی خیلی زحمت کشیده ولی پریسا یواش صحبت میکنه، خوشگل هیچ مزه. خطرناکه. گل پنیرک. وای میتونم با برعکس باشم امروز یا مثل روزای بذار من اول جلویشون بذارم. من خودم آدمیم که کلا خیلی اهل شیرینیجات نیستم، ولی نوشیدنی که واسمون آورده بود واقعا هیچی شکر نداشت و شیرینی نداشت. درباری ها باید نمیشه. امشب میشه درباری باشی؟ امشب بد درباری. امشب میخوام درباری باشم. و نوشیدنی که اون همه به خاطرش ثبت کردیم هیچی بود. یعنی تنها چیزی که داشت رنگ زرد بود که دندون و زبونامون زرد شد. من اینو بچه بودم میخوردم واسه آرامش. یه چیزی بود به اسم سمق. با چای من اینو میخوردم. تریاک بود انگار. ولی هیچ طعمی نمیداد. مزه آب میداد. یک ذره مزه شکرش قهوه‌ای خوردی تا حالا؟ نه. طعمی زیاد نمیده. طعم شکر قهوه‌ای میداد. این سبزا چیه؟ اینا سبزیه دیگه. پونه کوبیه. این سبزا. گفتم این سبزا چیه؟ جواب این بود. ولی رژیمی. آجی ببین خودش فهمید، خود مهشید فهمید این همه تایم، این همه تلاش تهش پوچ بوده. برای همینه که اصلا راجع به نوشیدنی اصلا صحبت نمیکنه. اصلا دقت بکنین ایگنور نوشیدنی، هر کس سوال بکنه ایگنوره تا موقعی که بریم سراغ دسر، بریم سراغ پیش غذا. چون اصلا چیزی از شیرینی نداره. بده بدتون میاد. نه به خدا من کی از نه این اصابم شوخی نکنی آقای حسام. به نظرم واسه همچین نوشیدنی منطقی نبود که انقدر زمان ببره. مزن هیچی مزه نداشت. آقا حتما نوشیدنی مگه باید شیرین باشه؟ باید حالتو جا بیاره. آجی ببین من میزنم عقب، فقط حسامون نگاه کنید که هر مکشی که میکنه هیچی نمیفهمه و میخنده. آقا حتما نوشیدنی مگه باید شیرین باشه؟ باید حالتو جا بیاره.
وای واقعا ولی حالم جا جیگر تو باید حال بیاد. وای مهدیز ناراحت شد واقعا. واقعا گرما وای. اذیتم کرد. یعنی میتونم تا صبح راجع به گرما صحبت بکنم. یعنی انقدری که امشب سر گرما اذیت شدم. مگه کولر نیست تو خونه؟ تابستون شاید انقدر اذیت نمیشدم. انصافا نیاشو حال کردیم. یاش خیلی قشنگ بود ولی نه این عمره نداره مزهش. نه بابا. دارم میگم انگار هیچی بود، یعنی نه وای. بو نه من حسام نه چجوری اون چجوری بو داشت. چرا چی شده؟ کجا غذا رو میخوری؟ به فضای هورایزن به قول پیکسی خوش اومدید. ولی خربزه کلا خوشمزه است. میشه دو. پیش غذا. ایول ما هم که گشنه تر میشیم. ایول دوبل. سعی دارید با تولید مهمترین گزینه برای ارائه این خدمات به شماست. بریم سراغ پیش غذا پاستای چقدر خوشگله. صورتی. واقعا دوست چه دارم. جدی رخی میگم. داره. زیباترین بشقابی که در این بفرمایشم دیدم این بوده. وای چه رخی داره. چه دیزاینی. نوکرم. همه چی رو میز بود، چیزی کماکاستی نبود، نوشیدنی، نمک، فلفل همه بودن. باریکلا. پریسا ما خیلی برنامه چیده بودیم نمره ندیم ولی قیافش این قارچه. دیگه همه چی که مو نیست. الان شروع شد. ببین بفرمایید از الان شروع شد. خوشبوه. خیلی خوشبوه. درباری نیست رفت. از درباری که اصلا وای دهن حسام سرویس. الان شروع شد. عجب خوشبوه. لاشیه. خیلی خوشبوه. درباری نیست رفت. از درباری که اصلا نیست. میشه از اینجا به بعد خدمت درباری شما رفتار خواهر کنی گلم. حسام؟ بفرمایید. میشه مثل جنتلمن رفتار کنی ببینیم بلدی یا نه؟ من با یه جنتلمن رفتار می‌کنم. اوه حسام عادیست داد. اوه بفرمایید. نگاه قاشق بیزی نیست. گرد. آره مرسی. بحث ته فلفل و لیموهاتون رو بریزین تو این. پکیج خوب بود. جدی اینو خوش آمد که مرغ و اینا رو همه چیز از هم جدا بود. یعنی حال می‌کردی هر چی دوست داشتی می‌خوردی. بچه‌ها بهتون یه پیشنهاد میدم. یه ذره فشارش بدین تا متوجه شین. میشکنم. نه زیرش پفکه. فقط پفک نیست، اون رایس پیپره واو. و ندونه چیز به من اون ادویه رو به من میدین؟ بله بله. حاجی حسام خیلی Oh چیزه. my god. مرسی از بانوی اول دریا کاخ. و علف و خانومی که شما در جنگل می‌جنگیدید. پیش غذا مثل ذات یه سری از آدما من میترسم از دیدی پریسا. یه سری خوشگلن ولی ذات خاصی ندارن. پیش غذاش خیلی خوشگل بود ولی هیچ مزه‌ای نداشت، فقط صورتی بود. با چی صورتی شده؟ لبو و خامه ترش. من اینو حد زدم. نه فقط لبو. رنگ لبو و غذا خامه زد. ترش. با یه ذره آب انار. وای من عاشق آب انارم. گفت آب انار ریختم. ترش نبود. گفت یکم. این زیرش هم خب گفتم دیگه چیزه، بهش میگم بشقاب برنجی. خیلی بامزه است. آره. فقط سرد بود. یعنی بخوام از 1 تا 100 بگم چقدر گرم بود 13.5 بیشتر گرم نبود. چی شد این شخصیت رو تو پریسا انتخاب کردی؟ چون من هر روز ولورانت بازی میکنم میبازم. من بعد طبق کلاگیسایی که داشتم انتخاب کردم. یعنی نگاه کردم ببینم چی دارم با کدوم کلاه هم میتونم مثلا شخصیت حسام داداش کله رو نیار تو شما چی؟ تصویر. شما خیلی فکر کردی آقای حسام. من چون پول نداشتم زدم. میگم به کسی بودجه خوردم واقعا. من دوستش داشتم. جدید بود تا حالا نخورده بودم همچین چیزی و به اولین باری بود که داشتم تستش میکردم. مزهش خیلی اوکی بود. اون چیز کریسپی که گذاشته بود زیرش اسمش رو الان یادم نمیاد. اون با مزه بود. مرغاش خوب بود، طعمش، دیزاینش هم اوکی بود. من پیش غذاشو دوست داشتم. یه فکت راجع به ذرت بهت بگم حسام، انقدر دوست داری خوردی همه رو. نمیخوام بگی، میدونم یه چیزی میخوای بگی که بعداً امکان داره مثلا بهت بگن چرا اینو به حسام گفتی. نگو اینو. نگو واقعا نگو پریسا. راجع به ذرته. خب بگو. میشه نگی؟ بگو. همینی که الان وای خدا رو شکر. دیدی من میدونم میخوای تو چی بگی، اصلا دیگه تو رو شناختم. ایول درست کاملا درست. خوشمزه شده. میشه جونتون.
پاستای صورتی میتونست باشه ولی شبیه سرد بود. گوره اگه خره. پاستا ذاتش گرمه میتونست سالاد پاستا باشه چون سرد بود به نظر من. نمک اینا هیچی نداشت پاستاش. چه تصوری داشتین راجع به پاستی صورتی؟ من هیچ تصور. من سرچ کردم. ویدیو رو ببینی من میگم قطعا با لبو صورتی میشه. جدی؟ ما هم گفتیم تو نگفتی. علم نداری که لبو به صورتی. خدا علمشو دارم. گفتی؟ بله. اگه نگفته بودی چیکار کنم؟ به جون مامانم گفتم. اوکی. حسام هم یه چی سر پیدا کرد. لبو حالا بنفشم توش باش. هم موز توش مو بود، هم تو پیش غذا مو بود. همه جای من امروز مو بود. همچنان داری سعی می‌کنی شیک باشی؟ نه. نه گشنشه داره غذا می‌خوره بکنم. لذت دارم میبرم. جدی داری میگی؟ واقعا؟ نه از زندگی منظورم. غذا هم خوبه ولی لاشی. صبحم گفتم اینو با لبو و اینا درست میکنن احتمالا. رنگ غذا فکر کن خیلی رنگ گرفت. چجوری با لبو و آب نمیدونم چی آب انار اینجوریش کرده بود. ولی خوشمزه بود. بخیر دوست داشتم سینه مرغ جدا گذاشتی چون که من خیلی سینه باز نیستم. دوست نداری؟ کلا مرغ سینه‌بازه. فرنود همه چی میخوره. مطمئنی تو اون غذای اصلی که برام درست کردی سینه بودا؟ نه گفتم دیگه بعد غذا هم مثلا اون اوکیه سفالی آها میشه. این ولی مشکل داره. این با کرش 70. چه جوری حاجی یکی میتونه بعد غذا باشه؟ طبق تو مثلا چه جوری میتونی مثلا گوشت خورشتی نخوری ولی همون گوشت مثلا لای برنج بخوری؟ خب گوشت دیگه. مثلا نمیدونم من خودم بچگیام بعد غذا بودم. الان گاو دو سر گاوم انقدر میخورم متاسفانه. خیلی خوشمزه شده. خوشمزه است. واقعاً پکیجی خوشمزه عالی اصلا هیچ ایرادی نداره. ایراد داره ولی چه ایرادیه؟ ایرادشو بگو. ایراد مجموعی جزئیاتی نداره. ایرادو که مثلا الان مجموعه نمیان. چیه؟ اون پشت میان. من یه غلط اضافی کردم. اون ورق سرخ شده بود اونو خوردم. ببین انقدر نمیدونم تو ویدیو افتاد یا نه انقدر کپه اینجا دندم چسبید و تو به من نمیگم خلال دندون بده اینو درم یا اومده چلو کبابی بود دستمون بندازم اینا تو دندونم درارم چیه یا اومده چلو کباب. حاجی پریسا رفته تو فاز گیر دادن. باز شب حسام با اینکه اسهال بود انقدر گیر نمیداد. حس میکنم انتظارش رفته بالا از مشید. ایول آرمی انگلیس. یعنی مرسی که برای دیزاینش واقعا زحمت کشید. خوشگله. آره خیلی خوشگله. ولی همیشه میگم ظاهر خوب بنابراین اینکه باطن خوب باشه نیست. فکت گفتم چون ظاهرش خیلی دیزاینش واقعا 10 از 10 بود. جدی اینجا ما نیومدیم از هم فقط تعریف کنیم که شب اولم اینم به ما چیز میز گفتن حالا حقمون بود 10 برابر باید میگفتن. اومدیم با هم یه دوتا ایراد بگیریم دوتا اذیت کنیم. همون این که من هی نوشابه باز کنم برای این و اون بگم عمو قربونت برم خاله دست بغلت PS5 کنم، رو دوست ببین. دارم سجده کنم جلوی این که نمیشه برنامه بعد یه ذره اذیت کنیم. اما امیدوارم مردمم فقط به من اگه فوش میدن فوش بدن چون لیاقت این سه تا خانم حسام اصلا نباید فوش بگیره. حسام فقط باید عشق بگیره. حسام عشق ابدیه. حسام عشق ابدی. محترم نیست کسی به اینا فوش حسام خیلی جوون مردی. حسام دمت گرم. آقا دارید اذیتش میکنید، دارید جدی میگید. اگه قرار بر اینه که اذیتش کنید بگید منم در جریان باشم. نه چون واقعا خوشمزه است. چرا اینجوری میکنید؟ خوشمزه است. تازه کاری نمیکنه. چیزی نگفتیم. چیزی نگفت. خوبه دیگه، منم چیزی مشکل نگفتم. چیه؟ ما داریم شوخی میکنیم. چرا به عنوان میزبان این داره اینجوری با قلبت رفتار نذار بخوره. خب به نظرم ادویه و نمک و اینا وای همش اوکی. دزدید غذای میگم حسامو. مثلا امکان داره فردا صبح مرغ بخورم ولی الان مثلا نه. الان مودت اینه که مرغ نخوری. آره دیگه. مود من اون نبود مرغ نپخته تو رو خوردم. من کل غذا رو خوردم. مهدیس من لیمو بریزم روش. بچه‌ها لیمو نمی‌خوری؟ لیمو یادم همون. فقط شب ما لیمو خورد. لیمو یادم رفت. شب باورش نشه لیمو رو فقط واسه مرشاد و قربونت برم. خیلی برام جالب بود و من واقعا عاشق لیمو هم. میتونم لیمو رو با هر چیزی بخورم. با هر چیزی واقعا. ماست کنار پاستا نبود. کاشی فکری به حال قشنگ گرمایی گفت. شد. هوا عالیه حسام. من یه نمره کم میکنم به خاطر ماست. لطفا فردا
که خواستین بیاین خونه من یه دمنوش آرامشی گلگاو زبونی چیزی بخورید که این شکلی نیاد. اون گل پنیرایی که من درست کرده بودم آرامش بخش بود. آها مرغ تو بشقابم روی یکیش یه کرک بود، دیگه مرغامو نخوردم. یکیشو ولی خوردم، خوشمزه بود مرغ. اصلا از کجا میاد؟ نمیفهمم. گربه رو لیوان، رو قاشق، رو مرغ، رو موز. فکر کنم معدمم رفته، من خودم نمیدونم. خیلی خوب بود همه چی. خب خودم حسام نماد یه مرد ایرانیه. نگاه کنی یه بار دیگه. من خودم نمیدونم. بابا هستم میدن کنار. اینطوری میکنن. خیلی خوب بود همه چی. خب خودم واقعا میخوام بگم از غذا راضی بودم. اصلا انتظار نداشتم. خیلی خوشمزه شده بود. راجع به بشقاب حسام بگم نمیدونم چرا مرغ نخورد. من نمیدونم واقعا مرغ دوست نداره. مرغ پشتم میخوره. داستان چیه، ولی قارچ و پاستا و ذرت‌ها رو لوبون فکر کنم دوست داشت، از این نونا هم خورد. پریسام تقریبا فکر کنم دوست داشته، یه ذرتشو خورده، همه قارچ‌ها رو خورده، نصف مرغ هم خورده با پاستا. مهشادم که کلا پاستا رو تقریبا خورد، هیچیشو نذاشت، یه ذره ذرت خورد، همه هم قارچ‌ها رو خورد، مرغ هم تقریبا نصف خورد. فکر کنم سربلند از این داستان اومدم بیرون. کاش ویدیو رو نبینه. پس بریم سراغ غذای اصلی، قرمه سبزی ممتاز. واقعا خوشگله. وای خیلی طعمش خوشگله. ببینیم چطوریه. ولی جدی فکت ذرته رو بگم تا غذا نیومده. بگو فکت ذرت رو خیلی. تا غذا نیومده. تو رو خدا همین الان بگم. تا غذا نیومده. ببین ذرت رو میخوری. واقعا علاقه به شنیدن این ندارم دوستان، پس صحبت میکنم که شما هم نشنوید. ببین جدی تو یه بلال بخور. من که گوشامو گرفتم، شما رو نمیدونم. میگم تو حلال بخوری. چرا غذا نخوردن تقصیر توه. من نمیدونم چرا پریسا راجع به ذرت صحبت کرد و یکم حال من بد شد، اشتهام کور شد. گفتم سر غذا نگم، الان غذا نیست. قهوه‌ای تصور کن. خب اینجوری بیشتر بهت کمک میکنه که اون تصویر سازی رو داشته باشی. فسنجون. آره خدا رو شکر غذامون فسنجون نیست. زیاد فرقی نداره اگه تو معدت خراب باشه مال سبزم باشه. وای. آقا پریسا این حسابی نمیدونم آجی خیلی کنجکاوم بدونم چی گفت. رضا نذاشت ادامه بدیم و خیلی جذاب نبود دیگه، ولی ما دوست داشتیم که هی و هی ادامه بدیم، هی بیشتر راجعش صحبت کنیم. چه رنگی داره این چیه؟ خب خونه فامیل دور که نرفتید، یه صحبت بکنید با هم. اصلا بد نبود غذای اصلیش، ولی انگار حس میکنم نمکش کم بود. نداشت قرمه سبزیش و من یه طعم شیرینی رو توش احساس میکردم. نمیدونم این طعم اصلا چی بود. هرچی سعی کردم که بفهمم متوجه نشدم که چه طعمی داره. حاجی میدونی چی خیلی بده؟ فکر کن غذای یکی شیرین باشه، تو بخوای نمک بزنی، ولی مهمون باشی و نتونی نمک بزنی، چون یارو اسم میکنه ریده و نباید این کارو بکنی. خیلی بده. داره. سبزیش چیه؟ اینقدر برات مهمه حسام؟ سبزیش سبزی قرمه جنوبه که کاملا با سبزی نه مثلا که سبزی از این سرخ شده که میگی سبزی قرمه به می بسته بده. آره. خودم با گوشت سرخش دادم. خب یه سوال مادرتون پخت این رو؟ نه مامان، پس شبیه قرمه سبزی مامانیه، چون جدی میگین؟ بله همه ضبطاش هست. دونه بدون سوختن هست. یه سوالیه. جون. لوبیاش هم امروز پخته؟ بله. یا لوبیا پخته شده؟ سناش هست، آبکش کردم، دوباره آب کردم، دوباره آبکش کردم. قلق داره لوبیای قرمه سبزی که من همیشه درست می‌کنم. من یه مزه لعاب چیز احساس کردم تو غذاش که لوبیاش کنسرو لوبیا بود. ازش هم سر میز پرسیدم که شاید منم قضاوت اشتباه می‌کنم، شاید واقعا لوبیا خام بوده. منتظرم مو پیدا کنه. سری نرم شده، چون لوبیا رو دهن آدم سرویس میشه به این نرمی، حالا بلده کارشو. اصلا بد نبود، ولی نمیتونم بگم مثلا یه قرمه سبزی مامان پز بود و خیلی خوشمزه بود. معمولی بود به نظرم قرمه سبزیش. پیسوندی لوبیاشو؟ نه، ولی قلق داره. نکرده بودی؟ قلق داره. موقعی که بخوای نفخ لوبیا رو بگیری. نفخ لوبیا دیدی؟ نه دیگه، ببین میدونی نفخشو چجوری میگیرن وقتی نپیسونی. میشه راجع به نفخ لوبیا بابا میذارید من بگم؟ سوال آشپزی پرسم.
میدونین چجوریه؟ وقتی که وقت نکنی بخیسونی یه دور لوبیا رو میذاری، یه دور که آب جوشید داشت میجوشید آب رو میگیری، دوباره پر آب میکنی، دوباره میذاری بجوشه. تمام نفخش میره. همه اون نفخش تو اون آبشه. خیلی کار سختیه که تو قرمه سبزی درست کنی ترش نباشه، خب، یا مثلا چه می‌دونم نمک کم، آب لیمو کم، اصلا امکان نداره تو قرمه سبزی هر نیم ساعت یا داری تست میکنی. لیموی امانی اول برای عمان بود، بعد که به مشکل خوردن 45 سال پیش قبل از انقلاب شد لیموی امانی از لیموی عمانی. اینو شاید نشنیده بودید، این دروغ بود همش. خواستم بگم هرچی تو فضای مجازی میبینید باور نکنید. راجع به قرمه سبزی ویدیو باید ببین چی میگه. دهنت سرویس. خواستم بگم اماد دهنت سرویس حسام. راضی تو کامیونیتی یا نه واقعا؟ عجب سوالی اشتام کور شد. عاشق سوال کامیونیتی هم. از اینکه تو این کامیونیتی هم کی داره گازو روشن میکنه؟ آفرین میدونستم جوابت هم کامیونیتی همینه. بی جنبه. ویدیو نگاه می‌کنی ریاکت میری 53 نفر ناراحت میشن. شاید حتما باید رفیق باشی با همه که یهو مثلا آدما همه یهو با جنب بشن. رفیق تو تیم امیر ایزد باشی مثلا. نباشی مثلا 4 بار نری اینور و سر ویدیو اینور من تایید اینجوری میکنم. میشه. نمیدونم من چرا راضیم پس؟ تو راضی؟ چون خوشگلی از بچه منم راضیم پس. که مشهد خوشگله. نه اوه 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 حسامو گذاشت تو منگنه دهنش سرویس. مثلا اینجوریه که طرف راضی نیست باشه خب ولی مجبور باشه. جالبه این آقایی که براتون کاراتون انجام داد داره گازو روشن میکنه. آقا اشکال نداره حالا اینا رو سخته تا بخوای توی یه روز همه این کارا رو بکنی سخته. حالا من نمیدونم اونی که کمک میکنه فقط کمکه یا نه واقعا داره اونا رو درست میکنه. دیگه فرمود حین اووردن غذا و اینا دیگه نمی اومد کمک که مثلا چه میدونم بکشیم غذا رو بیاریم یا مثلا پیش غذا رو اوکی بکنیم بیاریم، ولی مهدی توی این مراحل هم کمک گرفت. از من مشکل نداره. دسرم راضی هم از این نظر گفتم که اصلا دوست دارم و بعضی اینجوریه که مثلا ما دیگه به زور مجبوری برم نمیدونم چیکار کنم دیگه کارمه. میدونی بعضی اینجوریه. ولی من واقعا استریمو دوست دارم. ولی خب تا حدودی با صحبتایی که بچه‌ها کردن موافقم و به نظرم همینطوریه که میگم. کامیونیتی خوبه. بچه‌هایی که محتوا سازن احساس میکنم یه ذره مثلا راضی نیستم. حسام دلش پره. خلق و خوشون. مثلا تو چی؟ ولی نه حالا جدی بخوای یه مثال بزنی. راست میگه خیلی حالا برام من عجیب مثال شد. دوست ندارم بزنم چون کامیونیتی خوب نیست. دوست ندارم مثال بزنم. اگه بود آره مثلا. جنبه نداره اصلا بخوای مثال بزنی. نه مثلا الان برات 17 نفر لیست میدادم بهت. منم همینطور ولی یهو 17 تا بعدش استوری میل منشن شدی. چقدر ترکیبای ممشود رو دوست دارم. یاد بگیر. بابا چرا من کیم اینجا الان؟ من لیمو امانی نداشت ولی نه جدی پیش غذای اصلیش کم ایراد ترین پارت امشب بود. ولی چقدر غذای پریسا خوشمزه بود دیشب. یعنی امشب نیست؟ و غذای مهدیس خانوم امشب چقدر غذای من بد بود. دوست داری که یه شانس دوباره بهت بدن؟ گفتم 3-4 بار پشت سر هم گفتم بهم خوش دادن. یه دلیل این که امشب انگار یه ذره با 2 شب قبلی فرق میکرد به نظرم فقط گرما بود. انگار از اون گرمای کلافه شده بودیم. آقا مگه خونه کولر نداره؟ مگه کولر آبی نیست؟ مگه کولر گازی نیست؟ مگه میشه 3 نفر دم بزنن از اینکه آقا گرمه؟ خب کولر کو؟ آقا پنکه بیار. خب 3 نفر دارن 3 بار میگن گرمه. وای خیلی گرمه. هوای اینجا خیلی خوبه. چقدر خوبه هوای اینجا. گرمه. خب کلم گرفت. خب یه پنکه بیارید. وای عالیه. انقدر هوا عالیه. بیا. من عادت کردم. آرش می‌خوری با فلفل. اینجوری همه آرایش‌هایی که کردم اینجوری میریزه. من که تو جنگل زندگی میکنم عادت دارم. آها نظرتون کی اول میشه؟ تو قطعاً تو دیوونه سوال داره. از عقب البته. دیوونه. از عقب که خود از آخر منظورت دیگه. رقمه. من گفتم از آخر. نه خواهش میکنم این صحنه رو بذارن که بعد به من اگر مظلوم نما.
خیلی حالم بده بچه‌ها. جدی دارم میگم. ببین و من که چون اهوازی هم نشستی ندارم. بهترین آدمی که تو کامیونیتی از روز اول تا به امروز دیدید و باهاش صحبت کردید کی بود؟ امیر ایزد. امیر فانتوم. من سویل پرنک. خنجر اصلی رو تو زندگی من دوست دختر حسن حیدری زد، چون که من مدت‌ها با حسن، قسمت قبلی هم گفتم با حسن ما بله نمیدونم چرا 3 ماه با هم هستن، سری گفت منو بگیر. حسن حالش بد شد. خودت چی؟ راست میگه خودت چه؟ خودشو همه میگن. بچه استودیو. گفتی یکی. نه جمیعا بچهای خوبی هن به نظرم و خورده شیشه خیلی کم دیدم. همه بچه ها اصلا تو آدم بد پیدا نمی کنی تو استودیو. مطمئن این حرفو میزنی حسام؟ اصلا چیزی گفتم من منتظر الان بگم یه چیزی بهت. تو بدترین آدم اون استودیویی، برای همین بقیه رو بد نمیبینی، چون اون بده تویی. میگم مثلا تو خودت خوبی که بقیه رو خوب می‌بینی. حسام ذاتش خوبه. بذار یه ذره ویو بخوره دیگه. حالا بیرون استودیو رو میخوام بگم. ایوه تبلیغات حاجی، بوی قلم گوسفندی اومد به شکل عجیبی. ایوه تبلیغات درست. بیس 44 گاید ما رو. بیس 44 بگو. امیر فانتوم، امیر فانتوم همون چیزی که من شاد بود. ولی تدیکاش خوشمزه بود. اون کنجه تدیکو نمیتونی بعد بیاری چون تهه، هیچ دسترسی بهش نداری. تدیگش خوشمزه بود، برنجش خوشمزه بود، قرمه سبزیش ولی خیلی اونجوری که من دوست داشته باشم نبود. مرسی از مهدیس به خاطر قرمه سبزیش. همین. عجب غذا خوبیه. یک ساعت چند بهش میدی؟ این فقط. بذار یه سوال. چرا شیشونی؟ نیمش چی بود؟ نیمش چیو کرد؟ یه سوال بدم. تو میدونستی تو گروه با 3 تا خانومی یا نه؟ هیچ ایده‌ای نداشتی؟ اصلا قبل از اینکه من بگم گفتم که این کارو کردین یا نه، گفتن اصلا و ابدا. نه یعنی مثلا رضا بهت گفت قرار بود تو ذهنت با 3 تا آقا باشی؟ من پیش بینی هم کرده بودم، گفتم مهدی جهان، سام صابری، علی بیگزمون. یعنی فکر کردی گروهت اینه؟ زن ستیز بدبخت. چرا اصلا یعنی تو ذهنت احتمالم ندادی. فعلا چرا جنسیت زده ای واقعا؟ حسام توضیح بده داداش، چرا فکرشو نمی‌کردی؟ معذبی. معذبه؟ پریسا نمیدونم چرا هی به من تهمت میزنه، همیشه هم وسط حرفای من میپره، با اینکه همیشه مثل خواهرم دوستش دارم و دستشو میبوسم. امیدوارم تو زندگیش موفق بشه و میلیون ها دلار دونیت شه. شیرینی حس می‌کردم تو طعم قرمه سبزیش که خیلی باب میلم نبود. این بشقاب، اینجا تدیک، اینجا دوباره یک مو. وای اینجا هم کرکه بود. کرکه چی بود؟ واقعا راضی بودم با اینکه خودم کم پریسا خوردم، امروز ولی حداقل خودم 3 اصلا نمره کم بهش میکنه. اشتها ندارم، ولی قرمه سبزی قشنگ خوب جا افتاده بود، لوبیا قشنگ پخته بود، گوشتم پخته بود، برنج خوب دم کشیده بود، تدیگ سیب زمینیام هم خوب در اومده بود. پریسا قشنگ نصفشو خورد به نسبت اینکه پاستا خورده بود. نصف قرمه سبزیشو خورد. مهشادم تقریبا خوب خورد. خب برای ما دختریم یه ذره معدمون کوچولو موچولو تره، ولی حسام خوب لمود فکر کنم. حتی گوشتاشو نخورد. حالا من نمیدونم حسام مرغ و گوشت نمیخوره، امشب چیز کرده روزه مرغ و گوشت گرفته نمیخوره، ولی خب مایه و ایناشو خورد، برنجم که قشنگ خورد، تدیگ و اینا هم به نظرم بچه‌ها دوست داشتن. خب بریم سراغ دسر. اوه، کیک چه شکلاتی خیس خوشگله. که الان میخواد. ولی حاجی ببخشیدا ولی شبیه کود میمونه. منو یاد کود گل میندازه. درستش کنه. آقا بریم سراغ دسرمون. اینجوریه که خیلی هم راحته هم خیلی خوشمزه میشه. یک عدد تخم مرغ رو میشکنیم به این صورت. 6 قاشق چایخوری آرد میریزیم. یکی ببین تمام غذا و پیش غذای خوشحالم تو تلویزیون داره شما اینجا. من چند بار دیگه باید گل انگار دارم لغت میکنم که پریسا جان شما متوجه شی من دارم حرف میزنم. بعد از اون میریم سراغ شیر. وقت نیست مهدیس، مهمونا منتظرن. بعد از اون روغن میریزیم. فکر کنم کافیه. کافی. خیلی خوب.
هم غذای اصلی رو رفتم دستشویی، هم پیش غذا اصلا دیگه هضم شده. 1 ساعت و نیم منتظر دسریم، اصلا صدای صابخونه‌ام نمیاد. بعد از اونم میریم سراغ بیکینگ پودر و وانیلمون. فکر کنم میشه اینقدر اگه اشتباه نکنم. بعد دسر خودش عمل میاد. میریزیم چی قراره بشه؟ میریزیم بریز. ایوه پودر اوجولات. اونم همین قد میریزیم. فکر کنم کافیشه. یه ذره دیگه. یک روز کاری فاصله بین دسر و غذا اصلی بود. هم گرم بود، هم خیلی طول کشید تا دسر بیاد. واسه 2 بار همین طول واقعاً کشیده تلافش حاجی. ببینیم. حالا اینجوری که باید دیگه از قدرت دستمون استفاده بکنیم، یعنی اینجوری. No, it's fantastic. Oh my god. از فوش ناموس اون فاصله برای من بدتر. بابا 1 ساعت و نیم بین غذا اصلی و دسر واسه این که یه دونه کاپ فنجون رو بذاره تو مایکروویو تو آب جوش این دم بکشه. حسام خیلی بد فشار خورده بچی، خیلی بد فشار خورده. ما رو علاف کرد. همه اینا رو که ترکیب کردم میذارم تو اون آب جوشی که اونجاست. یه 5-6 دقیقه میمونه، قشنگ پف میکنه، دیزاین میشه، با چای سرو میشه. 1 ساعت و 40 دقیقه تو گرما چیز شدیم، دیسکانکت شدیم. واقعا این دیگه کنسول براتون گذاشتم، باش ور برید ببینم کی میتونه مورتالو توی باش ور برید. دیدی گو کنسول گذاشتم باش ور برید، یعنی حتی کنسول هم نمیاد برامون روشن کنم. پدر من اون روز تو بیمارستان انقدر منتظر نبود که من واسه این دسر انقدر منتظر بودم. فقط این اشاره بعد مرگ سهراب بود دیگه اومد رو میشه. من 2 ساعت حالم بده. مو و قرمه و سبزی داشت هضم شد، چون میگن مو دیر هضم میشه تو اونم داشت. یعنی اینقدر دیر اومد. درباری باشه. یک واقعا حاجی، واقعا 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. من واقعا حس میکنم اگه 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشیده باشه 40 دقیقه‌شو فقط اینا سرشون تو گوشیشون بوده. خیلی پوینت منفیه واقعا. بشینم. آقا سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومد. دلم برات تنگ شده. خودت پذیرایی کن. خیلی وقت ندیدم. واقعا اذیت شدیم سر گرما. یعنی از چهره من الان کاملا متوجهی. واضحه که چقدر گرما اذیتمون کرد امشب. خیلی غیرت امروز این انجام الان او داغ بود. خیلی داغ بود. کاش سرد سرو میشد. حالا بازم باید صبر کنن. داغ سرو میشد، سرد سرو شد. آخر این اپیزود دعواه. کیکت دست من به شیشش، نه اصلا دستکشم سر اون این شکلی شد، چسبید. پشمام. چسبید بهش. و دستم حالا اونقدرم نسوخت ولی خب داغ بود دیگه، خیلی داغ بود. اینو دیدی؟ فکر کن میخوایم چای داغ با کیک داغم بخوریم. توی بهترین هوای ممکن. مگه نگفتی گل محمدی انداختم. همه چی داره دعوایی میشه. من کسی کاری بکنه. من گل محمدی نخواستم. چرا من گل محمدی؟ هوای اینجا با هوای خونه مهشید فرقی نداره، اینقدر گرمه. بند چقدر دیسش دارن میکنن. بعد تمام دیساش هم تو 2 مورده. آقا هوا گرمه و چرا دیر میای؟ کلش حسامو که شستن، ولی حسام کلا بد بود. ولی از مهشید توقع میره آن تایم تر باشه. ببین دسر کیک خیس من 17 بار خوردم تا به امروز. تو این 24 سال 17 بار کیک خیس خوردم. حسام تتوت کجه. از هر 17 بار 17 بارش سرد بود. این قابل خوردن نبود، این پارافینه. شم داره می‌خوری؟ رنگین شم شم خورد. خوشمزه بود. من طعم کیکش رو دوست داشتم، فقط اون چیزایی که روش ریخته بود و نمیتونستم بخورم. یعنی به نظر من خوردنی نبودن، یا شاید هم خوردنی بودن ولی خب حالا چرا خوردی؟ یا مونده بودن یا نمیدونم مدلشون سفت بود. ببین اینا رو برمی‌داریم. دیدیم که شیکاکائو ریختی. شیکاکائو داشتی؟ فلامینگو. حسام شیکاکائو خواست، مهدی یعنی انگار که دیسکانکت بود. مهدیس خیلی منو عصبی کرد. نه آره من همه رو دارم میخورم. چجوری برشون سفته؟ بی خیال مهدیس مهدیس. خودش داشت اونا رو میخورد ولی خب میگم واقعا ماها هیچ کدوممون نتونستیم بخوریمشون چون خیلی سفت بودن.
ببین یه صدایی داد گفتم دندون شکر، برای اینکه ثابت کنه به ما مطمئن هفته دیگه میره دندون پزشکی. فقط یه نفر رو الان دوست دارم، اون شیرکاکائو تو آشپزخونه میتونم برام بیارم. میخوای واقعا؟ ای بابا نه شما بشین، من الان میام. مثلا به نظرم میتونست یه ذره تو میزبانی بهتر عمل بکنه. شیرکاکائو بردم بریز رو کیکا. من ریختم. نه این اصلا هیچ چیش نریخته شده، این چه نریخته؟ راست میگه. نریخته شده وگرنه شل میشه اون داستان. یه قطره این کیک ریخته. فنجونی بود، خواهر من مثلا هفته 5-6 بار اینو درست میکنه. راست کلا هم 5 میگه. دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ولی خوب تزیین کرد. ظاهرش خوب بود ولی واقعا دسرش رو اونقدر دوست نداشتم، ولی خوردم ناراحت نشه. چقدرم اذیت کردم من. کتابو مگه هدیه نیاوردی؟ بذارش اونور دیگه. مثلا سوراخ میکنی یه ذره که خیلی خیس. شیرکاکائو داره راجع به دسر توضیح میده. شیرکاکائو که میریزی این کلا شلتر میشه و این مزه خیلی سبک میگیره. یعنی اونقدر میدونی مثلا کیک شکلاتی خود دلم میزنه دیگه. چرا سوراخ میکنی؟ خود کیک اون موقعی که حسام رید به چیز یعنی با دسر محبوس. سال پیش درست می‌کرد. گرد میزد تو دسر من حساب. نه کم. آقا یعنی چی؟ گرد زد تو دسر میگه. شاید باور کنی میگم واقعا فکر کنم الان فکر می‌کنی اوور ریاکت. کیک با اینکه شکلاتی بود شیرین نبود. مگه خیلی میشه؟ شیرینه. یا چش میگن این چشایی پریسا مشکل داره یا واقعا هیچ کدوم از مرغش مو داشت، مزه نوشیدنی صفر بود، پاستا مزه نداشت، قرمه سبزی مزه نداشت، کیک هم مزه نداشت. خیلی عجیبه چون بقیه انقدر نمیگن ولی پریسا خیلی گفته. یعنی بودا واسه کسایی که ممکن مثلا دیابت و اینا داشته باشن کاملا مناسب بود چون قند اون دسر شکلاتیه. شکلاتی نه تمام تلاششو ولی کرد. نبات شاید. حواست به بازی باشه. بریم. دوست عزیز. بریم آقا. کیکیه؟ من چپیم. کیتانا. سرگرمی اینه؟ شده. واسه یه دقیقه فرصت بده. پریسا این کیک خیس اصلا باید فرد باشه. این درمی اینا که می‌خرید از سوپرمارکت بود وسط شکلات بود. مدرسه که میرفتیم یه دونه کیک براونی بود. اون موقع آره. الان دونه فکر کنم 200,000 تومان باشه انقدر کیک. دقیقاً همون بود. احساس می‌کنم 2-3 تا همونا خریده بود اینجوری تو کاسه فشار داده بود. ذره شیر چیزی هم ریخته بود. شیرکاکائو گذاشته بود تو فر. خیلی لاشیان، خیلی لاشیان این دوتا. من رو دسر من مو پیدا کردم. وای اینو من دیدم بعد به حساب نشون دادم خندیدیم. مو پیدا کرد دیگه آقا. مو چه داستانی خوردیم. میگم من تو غذا مو پیدا کرد، روی میز اون نمیدونم چی مو پیدا کرد، تو یه پاستا مو پیدا کرد، رو دسر مو پیدا کرد، رو قاشق هم مو پیدا کرد، رو میز هم مو پیدا کرد. 5 تا 6 مورد پریسا مو پیدا کرد. مگه البته گفته بود محشید که من 3 تا گربه دارم ولی خیلی خیلی عجیب بود. هرچی تو این غذاها بود مو بود من خوردم. من با مو هیچ اشکالی نمیبینم. مرد زندگی منم همینطوریم. به هیچ مشکل مو رو میذاری کنار، ذهنو پاک میکنی، غذاتو میخوری، تمام شد. برکت خدا. ته مو بود، ته لیوانم مو بود، تو بدنم مو بود، همه جای من امروز مو بود. همه رم خوردم با اشتیاق و اشتهای زیاد. تنها جایی که حالم بد شد سر ذرت بود که گفتن دفع نمیشه. ما سرگرم نیستیم، ما سرگرم شدن مهشودو داریم میبینیم. یعنی مردیس راست میگه. سرگرم نکرد الانم خودش خودشو سرگرم میکنه. دیدی؟ دختر خیلی مهربون و خیلی خفن و با جنبه یا خیلی. این که اصلا این همه هی ما شوخی میکنیم میخندیم هیچی نگو. من بودم وحشی بازی در میآوردم ولی نکردیم کارو خدا وکیلی. گرممه. همه خود کیک رو دوست داشتم و خوشمزه بود طعمش. درسته که حسام گند زد توش و شیرکاکائو ریخت توش و اینا ولی خود دسر خوشمزه بود. پسری که گند نزنه پسر نیست. یعنی منظورم نه تنها به کار خودش به کار بقیه. پسر باید گند بزنه و اتفاق باحال زندگی با این باحال میشه. با گند زدن های پسرا باحال میشه. فقط با اون دیزاین روش مشکل داشتم. کی جانی کیجه؟ منم.
جانی کیج. سیس اول حسام شبیه جانی کیج بود گفتم. من واقعا فکر زیر کردی سه. شبیه‌شی؟ بله. نگاه می‌کردی ببین وای حسام فقط اسپم داره میکنه. اسپم اسپم. میاد. کمکی داری تو؟ اومد رفت بابا گفت الیک بزن. من فقط درگیر الیک بودم. یعنی نه تنها سرگرمم نکرده که ببازم. چقدر داره پریسا دیس میده به شب حسام، انقدر دیس نمیداد. خیلی عجیبه. البته حقم داره، نه غذاشو تونست کامل بخوره نه حال روحی فضاش خوبه چون گرمشه، داره میمیره از گرما. میتونی گارد تو بگیری چون نمیگیری خب پریسا. ماشاءالله. من بردم دوباره یه بار دیگه باید بازی کنیم. یکم دیگه ادامه پیدا می‌کرد برنامه. خود من به شخصه واقعا یه سری چیزا میگفتم که اصلا بعدم پشیمون می‌شدم که مهشا چرا این حرف رو زدی تو برنامه دیگه. آخرش اصلا نمی‌فهمیدم چی دارم میگم. نه ولی فکر نکنم دعواشه. برای چی باید دعواشه؟ آب و یخ دارم میمیرم واقعا. بذار برم آب و یخ بیارم. درسته که من فقط ازش درخواست کرده بودم که آب بیاره. 10 بار گفتن. وقتی دید اونقدر گرمه و همه انقدر کلافه شدن، میتونست مثلا یه ذره یخ بیاره بذاره توی ظرف و چند تا لیوان آب بیاره که بچه‌ها همه آب بخورن و یخ بریزن تو لیوانشون و یه ذره وضعیت بهتر بشه. علی شوخی کردیم به خدا. یه چای دیگه میدی بخوری؟ این بعد 3 گالون یخ ریختم. که داریم میمیریم. شما چای دارید میخورید عزیزم، من میدونم شما مقاومی. آجی باید به ما میگو مهدیس. شاید بین خودشون بود وای. که مثلا به ما ربطی نشه، ولی یه تعارف به ما میزد چیزی نمیشد که. یه لیوان آبم بر، ولی چون اذیت کردیم مهدیسو خیلی منو پریسا دم دسر حداقل زیاد. ببین هر چی شب جلوتر بیشتر مهدیسو اذیت کردیم. مهدیس هم احساس کردم دیگه از من خوشش نمیاد. اگر شرایطش بود توف میکرد تو صورت من. میتونم به لیوانه فقط دست بزنم. اینو درار. حاجی واقعا دور از شوخی درست نیست تا ببین همه مهمونات دارن میگن داریم میمیریم از گرما. اینطوری میکنه. خب یه مهمون میگه یه لیوان آب خنک بیار، فقط برای اون میاری. پس اون 2 تای دیگه چون به تخمن چی تو کلمه درستی نیستش بخشید. اونا به هیچ جایی نیستن. خیلی عجیبه. اینا دارن شوخی میکنن ولی واقعا دارن پاره میشن. ببین فشار رو میتونید ببینی میمیره گرما. میگم گرمه. حتی خب کاری نمیتونه بکنه بنده خدا. خب اوکیه، عادت دارم من حس نمیکنم. این سفته. نه سفت نیست. مثلا اینه مثلا اوکیه. این یکم مهم ذهنیت برنده است. خیلی واقعا. ببین پریسا تو ادا در آوردن بقیه شاهکاره. عالیه، میمی که صورتش عالیه. خوش گذشته میشه. نه اون زیر که اون رودخونه اون حسه رو به این تو رودخونه اصلا یهو نریزید رو خودتون میخوام دارید. آخه به لیوانت دست بزنم همه یخات آب میشه. خیلی داغه. به نظرم میتونست سرگرمی بهتری انتخاب بکنه. مرتالم با تنبلانه بود. بود. من سرگرمی تنبلانه. وقتی که مثلا دور همیم یه سری بازی‌های دیگه انجام بدیم. من ترجیح میدم که با مهمونا و میزبان و کلا همه با هم حرف بزنیم، شوخی کنیم، بگیم بخریم، تو سرکله هم بزنیم تا اینکه با پلی استیشن بازی کنیم. باحال بود ولی انقدر گرم بود. من هنوزم گرمم راستیتش. یعنی الان واقعا میخوام بیارم بالا. حالم بده. الان آب میخوای یا چای؟ مرگ. سنگی که سمسنو داشت من اذیت کرد این بود دیگه. لیسش زده بود شیشه شده بود. سمسنو خیلی خوب خورد، یعنی خورد قشنگ. این ظرف مهشادم خیلی خوب خورد. من اصلا انتظار نداشتم. پریسا بازی کرده، حالا نمیدونم دوست داشته یا خیلی سیر بوده، یعنی تا حد کم و بیشی خورده، حالا نمیدونم دوست داشته نداشته. شب بسیار به یاد موندنی بود چون تو زندگیم انقدر گرمم نبود. خب امشب خوب بود واقعا. خیلی حالم بده، یعنی از قیافم کاملا مشخصه گرما زده شدم. خب کلاهتو در بیار. امشب حقیقتا واقعا خودم راضی بودم. یه آقایی هم اونجا بود خیلی کمک میکرد ولی در کل شب بدی نبود، واقعا رو به خوب بود. غذاهاش حسام 7 میده، پریسا 7 میده.
محشید، نه این محشید که میزبانه، پرانگیز یعنی ایشون احتمالاً 8 بده، ولی من میگم زیر 7 نداریم. 7 8 کل خوشگل ولی از پریسا بعید نیست 6 بده. بود، ولی از نظر مزه و ذائقه هر کس فرق میکنن. به ذائقه من کم ادویه و کم چاشنی بود. من همیشه میگم آدم انتقاد پذیری هم پیش غذا اگه مشکل داشته باشه میگم، اگه دسر هم مشکل داشت میگم. مثلا میگفتم برنج چرا اینقدر کم نمک شده، چرا اون شور شده، چرا اون تلخ شده. میخوام برم خونه یه تشت یخ درست بکنم و بپرم توش. بعد پاستا مثلا یه چیزیه که اولین چاشنیش سیره یا مثلا فلفله. آره. هیچ کدومو نداشت. مهدیس خیلی دختر خوبیه، خیلی انرژی مثبته. من اشتباه گفتم. محشید بخش آدم خوبیه. حالا من همیشه برشم باهاش شوخی کردم واقعا برای اینکه فضای گروهمون خیلی خشک نباشه، همه مثلا دولاخ همشیم، قربونت برم، نوشابه برای هم باز کنیم. دوست داشتم اینجوری باشه، یه ذره اذیت کنیم. اما حالا شب اول که من واقعا اذیت داشتم. امیدوارم بچه‌هام ازم راضی بوده باشن. من همه تلاشمو واقعا کردم. و همیشه میگفتم چرا میزبان همیشه کمتره، چرا نیست، چرا مثلا با تعریفایی که پریسا میکنه میگه به مزاق من کم ادویه بود. اسمش چی بود؟ ایشون صابخونه جنوبیام که اصلا ادویه رو میگیرن، باز میکنن، خالی میکنن، تموم میشه، میرن یه ادویه دیگه میخرن، باز خالی میکنن. ولی به جالبه به ذائقه پریسا میگه کم ادویه، کم نمک، کم چیز بود. خیلی عجیبه. اینجوری هم که خب 3 تا ویور عزیز بوس بهتون، خوش اومدین. اصلا هندل کردنش یه جوری انگار مثلا اون میزبانی واقعا کار سختیه تو این برنامه. به نظر من یک لول از شب پریسا شاید میتونه پایین‌تر باشه. ولی میخوام جدی جدا خوش گذشتم به غذا نمره بدم بی شوخی. 2 شب قبلی یا 6 میده یا 7. شب. پریسا 8 نمیده. 6 میده یا شیفت میده. 6 میده یا 7. محشید احتمالاً 7 بده، حسام هم 7 بده. 3 تا 7 من میگم میگیره، یا 2 تا 7 8. بهم خوش گذشت. احساس میکنم واقعا دلیلش گرما بود. درود برادر عزیزم، خوش اومدی. آقا چقدر دیر اومدی مرد مومن. میتونه واقعا به نظرم. ولی شخصیتی واقعا هر سه تا خانم با شخصیتن. یکم دیگه الان اینجا نوشابه میتونیم باز کنیم دیگه برای هم دیگه. همه سر جمع، همه یه موها یک قربار مو یه نمرش کم. وای من برای امشب با تمام تفاسیر به نظرم نمره 7 نمره جذابی میتونه باشه. امیدوارم حقی رو ناحق نکنم. من هر شب اینو میگم، حقی رو ناحق نکرده باشم. نمک و فلفل و سیر و یه نمره خاصی هم پیش غذاش نداشت، یه نمره کم میکنم. به نظرم بیشترین نمره رو چه سوال سختی. احساس می‌کنم 3 تا بچه‌ها توی سطح میدن، نمیدونم چرا. غذای اصلیش که قرمه سبزی هم بود واقعا ترش نبود. میخوام به مهدیس نمره 7 پیش بین درست بود. 2 تا 7. ممنون از شما. 7 هم خوبه. من خودم به خودم 8 میدی. اگه 10 بدم خیلی پربازیه. بله. میدم. اینجا 7. دسرم با چایش که خیلی همه چیش خیلی دوست دارم 6 بدم. ولی اونجایی که دوستش دارم مهدیسو، یعنی واقعا یه دونه نمره هم از دسر کم کنم میشه 6. خب ولی 7. نمیدونم کدوم واقعا سخته. 7 میدم. 7 با تشکر. واقعا خودم راضی بودم، هیچ ایراد غذایی تو غذام نبود. سرگرمی هم براشون مورتال گذاشته بودم، ذهنیت برنده خفه نکردم خدا رو شکر تو این داستان. من خودم به خودم 10 میدم. من واقعا خودم راضی بودم تو این داستان. خب مهدیس با 3 تا نمره 7 نمره 21 رو گرفته و متاسفانه در این مسابقه نمیتونه برنده $500 از طرف شرکت اندروپی بشه. جمعه هفته آینده حاجی من بفرمایید شام سیزن 4 رو ندیدم. واقعا ندیدم. نه وایسا ندیدم. وای کسخور یارو دیدم، یادم افتاد. آره دیدم. الان امیر فانتومو دیدم فهمیدم. قسمت آخره که یک سورپرایز ویژه داره. حتما با ما همراه باشید، پشیمون نمیشید و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره که سابسکرایب کنید. خب ویدیو رضا به اتمام رسید.